بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. با سلام خدمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق. امیدوارم که در هر گوشه این جهان پهناور که هستید و شبکه جهانی وصال حق رو انتخاب کردید و برنامه آن روی سکه رو، الله سبحانه و تعالی به شما سعادتمندی در دنیا و آخرت نصیب کنه. طبق معمول در برنامه امشب هم کلیپ هایی داریم، کلیپ های مختلف از دروغ ها، تلبیس ها، خیانت های روافض و دشمنان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین کلیپ مهمی داریم که ان شاء الله در اثنای برنامه پخش خواهد شد و کلیپی که شما را با چهره حقیقی و آن روی سکه یکی از جنایتکارترین شخصیت‌های تاریخ بشریت آشنا می‌کنه. یکی از رهبران رافضی که تاریخ جنایت‌ها و نفاق و کفر و آدمکشی ها و شکنجه های او رو به یاد خواهند داشت. شخصی که یک ملتی رو بدبخت و بیچاره کرد، شخصی که در بین امت اسلامی تخم تفرقه و نفاق رو پاشید. این شخصیت رو انشاءالله کلیپش رو پخش خواهیم کرد. قبل از پخش این کلیپ ما بعضی از کلیپ هایی داریم که دوستانمون در بخش پژوهش و پیگیری آماده کردن و اگر به یاد داشته باشید ما در هفته گذشته در مورد دروغ هایی که در صدا و سیمای ایران به خورد مردم داده میشه، به طور مثال همین حزب الله و سپاه پاسداران ایران و جنایتکاران بشار اسد مسلمانان را در سوریه قتل عام میکنن، تصاویر همین قتل عام مسلمانان رو میگیرن و در شبکه‌های تلویزیونیشون پخش میکنن و میگن که این کشتاری است که در یمن رخ میده. یعنی به هر شکلی که شده سعی میکنن که حقایق رو وارونه جلوه بدن. و اینکه در مورد شخصیت‌ها، علما و فضلای اهل سنت دروغ بستن، تهمت، افترا، این که از فضایل اعمال محسوب میشه در دین آخوندهای رافضی و دشمنان اهل بیت. ما بارها نشون دادیم که دروغ بستن، تهمت زدن و بهتان زدن به مخالفین رو قربتاً الی الله انجام میدن و این چنین میپندارن که با این اعمالشون دارن یک عبادت بزرگی رو انجام میدن و خودشون رو به الله سبحانه و تعالی نزدیک میکنن. یکی از دروغ هایی که در شبکه های رافضی نسبت به یکی از علمای اهل سنت مطرح شده کلیپی است که عنوانش رو دوستان گذاشتن دروغ و اتهام آخوند رافضی به شیخ صالح الفوزان. من بارها گفتم که هر چی که این آخوندهای رافضی میگن شما بهش شک کنید، حتی اگر گفتن که شیر سفید است، تا که خودتون نرفتید و ندیدید باور نکنید. چرا؟ اینها مثل آب خوردن دروغ میگن، تهمت میزنن، بهتان میبندن و هیچ ابایی هم ندارن و در حقیقت با اون عبا و قبا و عمامه نشسته این دروغ ها رو میگه، داره عبادت میکنه. همونطوری که شما ایزان میرید نماز میخونید، قرآن میخونید و با این کارتون دارید عبادت انجام میدید، اینا هم در جلوی دوربین میان و دروغ میگن خیلی راحت. ما 10 دروغ از قزوینی پخش کردیم اینجا که یکیش هم نتونسته جواب بده. همه اینا رو قربتاً الی الله دارن انجام میدن. با همین کلیپ رو میبینیم، کلیپ شماره 679 رو، این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشالله برمیگردیم خدمت شما عزیزان. با ما همراه باشید. دروغ و اتهام آخوند رافضی به شیخ صالح الفوزان. که از مفتیان درجه یک عربستان
آقای صالح الفوزان تصریح کرد که لعن کردن اسرائیل حرام است و حق نداریم ما اسرائیل رو، نه اون اسرائیل پیغمبر، نه کشور اسرائیل و سران و رؤساش رو لعن بکنیم، به خاطر اینکه بسیار لعن افراد زنده جایز نیست به قول اینها. این که از مطالب بسیار مهم. جناب آخوند ابوالقاسمی، کارشناس مذهبی شبکه جهانی ولایت، زیر نظر مرجع تقلید بزرگ جهان تشیع آیت الله ناصر مکارم شیرازی، طبق امانتی که از اسلاف خیش بر دوش دارند، به شیخ صالح الفوزان، یکی از اعضای هیئت افتاء کشور عربستان سعودی، اتهام حرمت لعن به کشور و سران اسرائیل را نسبت می‌دهند. البته از آنجا که در مذهب بی اساس تشیع این ایده و عقیده وجود دارد که به دشمنت هر چه خواستی نسبت بده، و اکثروا من سبهم والقول فیهم والوقیعه، الکافی جلد 2 صفحه 524، وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 275، روایت 21531. مدتی پیش خصوصاً در رسانه‌های جهان عرب نوار صوتی از شیخ صالح الفوزان منتشر شد که در آن آمده برخی میگویند خدایا بر اسرائیل لعنت بفرست و اسرائیل نام یعقوب نبی علیه السلام است، پس گویا که به یعقوب علیه السلام لعن میفرستند، لذا به جای لعنت بر اسرائیل بگویید بار الها یهود را لعنت کن، زیرا آنها یهود هستند نه اسرائیل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يسمون النصراني مسيحي، فهل هذا اللفظ صحيح؟ لا، المسيحي هو اللي يتبع دين المسيح الصحيح في وقته، هذا هو المسيحي. أما الذي يخالف دين المسيح فهذا ليس مسيحيا ولو كان، وإنما يقال نصراني، يقال نصراني. واسم المسيح المسيحية هذا محدث، ولا كان المعروف النصارى، كما أن اليهود اسمهم المعروف اليهود، ولكنهم صاروا يقولون إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام هو يعقوب ابن إسحاق، فهذا من تلبيسهم. مشكلة بعض الناس يقول اللهم لعن إسرائيل، يعني يلعن يعقوب عليه السلام، يتحرز الإنسان من هذا، أو لعنة الله على إسرائيل، لا، قل لعنة الله على اليهود، أو لعن الله اليهود، لا تقل إسرائيل. نعم. این آخوند که از محضر استاد خود آخوند قزوینی فنون دروغگویی را آموخته و خبری را از سایت شبکه العالم وابسته به جمهوری آخوندی ایران نقل می کند، اما از ترس آرم سایت را مخفی نگه می دارد تا رسوای عالم نشود. اما به این اکتفا نمی کند، حتی خبر وبسایت شبکه العالم که وابسته به حکومت ایران است را تحریف می کند، چرا که در آن خبر به صراحت به نقل از شیخ فوزان ذکر شده هدف از منع لعن اسرائیل این است که اسرائیل لقب نبی الله یعقوب است. اما آخوند ابوالقاسمی میگوید شیخ صالح الفوزان مرادش یعقوب نبوده بلکه سران و رهبران کشور اسرائیل است و این سخن در پایان خبر شبکه العالم این گونه آمده. برخی از مخالفین فتوای فوزان گفتند مرادش چنین است: یکی از مفتیان درجه که عربستان آقای صالح الفوزان تصریح کرد که لعن کردن اسرائیل حرام است و حق نداریم ما اسرائیل رو، نه اون اسرائیل پیغمبر، نه کشور اسرائیل و سران و رؤساش رو لعن بکنیم، به خاطر اینکه بسیار لعن افراد زنده جایز نیست به قول اینها. حال این که سخن شیخ فوزان برای همه واضح است و نیازی به تلبیس و تدلیس ندارد، اما چه باید کرد که از زیر دامان چوپان دروغگویی چون قزوینی بهتر از این بچه آخوند پرورش پیدا نمی کند؟
برای بینندگان عزیز و گرامی دیدید نمونه ای از این، فقط نمونه ما خدمتتون نشون دادیم و الا اگر بخوایم تنها از صدا سیمای ایران از دروغایی که میگن روزانه بخوایم که 100 تا کلیپ هم پخش بکنیم هنوز کمه و تهمت ها، افتراحات و تلبیس ها و خیانت هایی که انجام میدن و اینم تنها از یک شبکه خبر. کلیپ بعدی رو که میخوایم خدمت شما بزرگواران پخش بکنیم کلیپ شماره 647 است. شیعیان اجازه جهاد ندارند ولی اجازه سازش با دشمنان اسلام رو دارند. این رو ببینید و با هم برمیگردیم انشاءالله دوباره و صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید از طریق تلفن. شیعیان اجازه جهاد ندارند ولی اجازه سازش با دشمنان اسلام را دارند. گاهی اون چنان شیعه عصبانی قیزش خودش رو میزنه، شیعه دیگه خودش رو میزنه وقتی که میبینه دستور نداره دیگری رو قلع و قم کنه خودش رو میزنه و این خودزنی شیعه حرف توش هست. شهادت طلبی یعنی این حرف توش هست. آقا ما در زمان غیبت امام زمانمون قرار داریم، ما الان اجازه جنگ نداریم، اجازه این که بخوایم حمله بکنیم نداریم. اینو امام زمان ما باید دستورشو بده که ایشون در پس پرده غیبت هستن. یا جمعی از فقها باید با همدیگه به اصطلاح اون فرمان جهاد رو صادر بکنن که به این سادگی ها هم نیست و به این زودی ها اتفاق نمیفته. اینا همه میدونن. آری این گونه است که این آخوند میگوید شیعه در عصر غیبت اجازه جهاد ندارد. با چه کسانی؟ با مشرکین، با کفار، اما در مقابل دستشان تا آرنج به خون اهل سنت آلوده است و چون فرصت یابند دست در دست دشمنان اسلام داده و بر علیه اهل سنت و مسلمانان متحد می شوند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرمایند و اکثرهم یکفر من خالف قولهم و یسمون انفسهم المؤمنین و من خالفهم کفارا و یجعلون مدائن الاسلام التي لا تظهر فيها اقوالهم دار رده اسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين وعلى معاداتهم ومحاربتهم. مجموع الفتاوی. و بیشتر رافضه مخالفین خود را تکفیر می‌کنند، خود را مؤمن دانسته و مخالفین خود را کافر می‌پندارند و سرزمین‌های اسلامی که سخن آنان را نمی‌پذیرد سرزمین مرتدان و بدتر از سرزمین یهودیان و نصارا می‌دانند و به همین علت آنها یهودیان و نصارا و مشرکین را به دوستی برمیگزینند و آنها را در نبرد با مسلمانان و دشمنی با آنها یاری می‌کنند. نمونه‌هایی از خیانت رافضیان به مسلمانان و همدستی با دشمنان اسلام. نصیرالدین طوسی و ابن القمی در سال 656 هجری با هولاکوخان مغول هم پیمان شدند و باعث سقوط بغداد و ویرانی آن و کشتار بیش از 1 میلیون انسان و سوختن کتابخانه ها گشتند. و خمینی در مورد این دو خائن در کتابش الحکومت الاسلامیه میگوید
آن دو خدمتی بسیار ارجمند به اسلام تقدیم داشتند. شاه اسماعیل صفوی پس از فرار از میدان جنگ به فکر دسیسه بر علیه عثمانی ها برآمد و با مسیحیان اروپا ارتباط برقرار کرد. در ابتدای کار با پرتغالی ها معاهده ای امضا کرد. وی بود که تنگه هرمز را در مقابل همکاری با او در حمله به بحرین و قطیف و کمکش در جنگ با عثمانی ها به پرتغالی ها بخشید. خیانت های شیعه را کتاب های تاریخی معتبر تایید می کنند. استیفن لونکریک در کتابش 4 قرون من تاریخ العراق صفحه 421 آورده است که شاه طهماسب فرزند شاه اسماعیل فرمانرواییش را با فرستادن نامه و سفیران به اروپا آغاز کرد تا با پادشاهان آنها برای حمله به عثمانی ها معاهده ها امضا کند و نوه او شاه عباس بزرگ برای آموزش سپاهش به انگلیسی ها متوسل شد تا لشکرش را چون سپاه انگلیس مجهز سازند و با همپیمانی و کمک آنها توانست پرتغالی ها را از تنگه هرمز براند و بغداد را در سال 1623 میلادی پس از محاصره طولانی که 3 ماه طول کشید به اشغال خود درآورد. استاد علاء المدرس در کتابش الصراع الصفوی العثمانی و اثره فی بلورة الطائفیه صفحه 120 می نویسد شاه حسین صفوی در سال 1708 میلادی هیئتی رسمی را برای مذاکره با پادشاه فرانسه لوئیس 14 فرستاد و معاهده تفاهمی بین فرانسه و ایران امضا شد که در یکی از بندهای آن آمده بود فرانسه موظف است کشتی‌های جنگی و نیروهای دریایی‌اش را به خلیج برای کمک ایران در اشغال مسقط گسیل دارد و در جهاد افغانستان با روس احزاب شیعی یک گلوله هم به سوی دشمن شلیک نکردند بلکه با حکومات دست نشانده روس همپیمان بودند و در حساس ترین مرحله جهاد با اشاره و کمک ایران راههای عبور و مرور مجاهدین را بسته و دست به راهزنی می‌زدند. البته کسانی که مورد تجاوز این راهزنان قرار گرفته بودند هنوز هم زنده هستند و خاطرات تلخ این مناطق را فراموش نکردند. و در جنگ‌های صلیبی 2001 به بعد که به فرماندهی آمریکا علیه مسلمانان در عراق و افغانستان آغاز شد، به اعتراف جناب خاتمی رئیس جمهورتان دولت سربازان امام زمان در ایران بود که نیروهای نظامی آمریکا را به خاطر قلب و قمع مسلمانان وارد منطقه ساختند. طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. در افغانستان به قول خود افغان‌ها چیزی نبود که خراب بشه. قبلا همه چیزش خراب شده بود. امریکایی‌ها حمله می‌کردن میگفتن حالا رفتن پناهگاهی رو پیدا کردن، مثلا در غارها حمله می‌کردن، یه بمب عجیب غریبی رو که میتونه کوه رو منهدم کنه شلیک می‌کردن، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. در یکی از این جلسات یکی از اعضای هیئت ایرانی نظامی بود و اون توضیح داده بود شرایط داخل افغانستان رو. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از گفتم بیاییم تجربه افغانستان رو در مورد عراق را تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه. 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزو اوناست، به علاوه مصر. آینده عراق هم برای ایران بسیار مهم بود. در همین چارچوبی که ما به افغانستان نگاه می‌کردیم به آینده عراق هم نگاه می‌کردیم. نیروهای زیادی در ایران بودن، شخصیت‌های برجسته‌ای که میتونستن رهبران آینده عراق باشن. آیا نمیشه به این ایران به عنوان نیرویی که میشود با اون مشکلات را حل کرد نگاه کنیم تا خود این را مشکل بده؟ اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها این آخوندها انتظار شخص موهومی را میکشند که در جنایت و آدمکشی گوی سبقت را از خود آنها برباید.
بله بینندگان عزیز و گرامی، این دو کلیپ رو دیدیم که یکی در مورد دروغ بستن به علمای اهل سنت بود و دیگری هم در مورد اینکه شیعیان در زمان غیبت امام زمان اجازه ندارن که جهاد بکنن. البته این گروهی که این عقیده رو دارن برخلاف کسانی هستن که امروز در ایران حکومت میکنن و تابع ولایت فقیه هستن و در دین شیعه ولایت فقیه یکی از بدعت‌هایی بود که اینا ساختن و خیلی از علمای شیعه با اینها مخالفند و ساختن حکومت و جهاد کردن در دوران غیبت امام رو جایز نمیدونن. یکی از کسانی که نظریه پرداز ولایت فقیه بود همین آقای آیت الله منتظری بود که این افکار رو برای اولین بار مطرح کرد و بعد از اون اومدن با استفاده از گروه‌های اسلامی و گروه‌های کمونیستی در ایران اینو تبدیل کردن به یک حکومت. موقعی هم که به حکومت رسیدن دست همه رو کوتاه کردن و شروع کردن به راه اندازی یک نوع دیکتاتوری آخوندی که این جنایت ها توسط خمینی در ایران در دهه 60 همه شاهدش بودن که چگونه مخالفین سیاسی و حتی دوستان نزدیک خودش رو که تصور میکرد که شاید روزی دردسر براش ایجاد بکنن با اشکال گوناگون از میان برداشت. دوستان عزیز، از همین لحظه شماره تلفن‌های برنامه زیرنویس خواهد شد و من تا برقراری تماس‌های شما عزیزان بعضی از ایمیل هایی رو که عزیزان ما فرستادند خدمتتون میخونم و من عذر میخوام از اینکه شاید نتونیم همه ایمیل های شما بزرگواران رو جواب بدیم. بیننده آقا داوود نوشتن که با سلام خدمت شما و اینکه هفته گذشته داخل شهر چادر زده بودن و نوشته بودن جمع‌آوری کمک به آواره‌های یمن. جالبه کسانی که خود سالهاست باعث کشته شدن و آوارگی ملت سوریه شدن چه جنایت‌ها در عراق کردن، دم از حمایت از آوارگان میزنن. واقعا اینها روی ابلیس را سفید کردن و با تشکر از زحمات شما آقا داوود از زاهدان من تشکر میکنم از این برادر عزیز و گرامی. آقا یاسر این پیام رو فرستادن که با سلام خدمت شبکه جانی رسال حق، من این پیام رو برای قدردانی از اساتید شبکه و همچنین تشکر از عربستان در حمایت از مردم یمن فرستادم. امیدوارم که در کارهایتان موفق باشید. التماس دعا تشکر میکنیم از آقا نادر برادر عزیز و گرامی. عزیزی از تاجیکستان تشکر کردن از برنامه آقای عالم عطاروف. بله ایشون تشکر کردن از برنامه و از اینکه در مورد تاجیکستان ما برنامه داشتیم. ما هم تشکر میکنیم از این عزیزمون. بیننده دیگری خانم یاسمین در مورد خامنه‌ای و بوسیدن یک دختر بچه نوشتن که خب این مطلب نمیشه زیاد روش مانور داد، چون ما نمیخوایم مطالبی رو مطرح بکنیم که خدا نکرده شایسته نباشه در بین خانواده ها و عزیزانی که بیننده ما هستن. عزیز دیگری از تاجیکستان ایشون هم تشکر کردن از برنامه. آقای مختار نوشتن که خدمت دستاندارکاران شبکه وصال حق، سلامتی و صحتمندی تک تک شما از درگاه الله خواهانم. من خودم در استرالیا زندگی می کنم و یکی از علاقمندان شبکه شما از طریق یوتیوب وصال می باشم. چون وقت استرالیا نسبت به آسیا و اروپا کاملا متفاوت است، نمی توانم برنامه خوبتان را زنده تماشا کنم.
و تماس مستقیم بگیرن و صدای شما بزرگواران رو بشنوم. لحاظ از طریق یوتیوب مشاهده میکنم و هر هفته بی‌صبرانه بعد از سه‌شنبه منتظر آپلود برنامه آن روی سکه می باشم و پیشنهادم از دستاندرکاران بخش تکنیکی تان این است که به زودترین فرصت پس از پخش برنامه و تکرار آن برنامه را آپلود کنند اگر امکان داشته باشد. و سلامی بنده را خدمت استاد مجیب الرحمن انصاری برسانید. مختار احمد تشکر میکنم. مختار جان برادر عزیز گرامی، انشالله چشم حتما عزیزانمون در بخش یوتیوب شبکه صدای ما رو میشنوند و انشالله این برنامه ها رو سریعا به اذن الله تعالی آپلود خواهند کرد. و بیننده دیگری در مورد قضیه آقای سینا، در مورد آقای نیما سعید زاده، ایشون پیام فرستادن که در مورد شخصیت عبدالله ابن سبا که شما رو مؤسس شیعه‌گری می‌خوانید مطالبی را دارم که به عرض شما میرسانم. لطفاً در برنامه آن روی سکه بیشتر در این مورد صحبت بفرمایید و اما مطالبی که طی مطالعات زیاد به آن رسیدم. جالب است ایشون نوشتن که تشیع مکتبی است که همزاد با قرآن، زیرا نزدیکترین فرد به پیامبر اکرم امام علی بود که از همان روزهای نخستین نزول آیات قرآن معارف آن را مستقیما از آن حضرت دریافت و به دیگران انتقال داد. خب پیام ایشون خیلی طولانیه. بعد اومدن همچنین ابن سبا را پایه‌گذار فرقه به نام سبیه میدانند و بزرگانی همچون ابوذر غفاری، عمار و یاسر و عبدالرحمن ابن عدیس و استعصع ابن سوحان و محمد ابن حنفیه و محمد ابن ابیبکر مالک اشتر از افراد این فرقه ساختگی شمردن. مطالب فراوانی رو اینجا ایشون ذکر کرده. علمای شیعه به تبعیت از امامان معصوم این شخص را انواره مورد لعن و تن قرار دادن. مثل مرحوم کاشف الغطا درباره عبدالله ابن سبا میگوید که اما عبدالله ابن سبا که او را به شیعه و شیعه را به او میچسبانند، پس این کتب شیعه است که او را لعن نموده است. و همچنین مطالب زیادی رو ایشون ذکر کردن و مصادر مختلفی رو واقعا زحمت کشیدن و مطالعه کردن. دوستان عزیز اگر فقط این قسمت ها رو نشون بدن که من مصادری که ایشون در این مورد آوردن، منابعی که رفتن مطالعه کردن. احمد جان میتونیم این سفر رو نشون بدیم، این قسمت رو؟ بله. ایشون از آقای گلپایگانی از الافکار فی اصول الدین محمد مهدی، درآمدی بر شیعه شناسی، آیات قرآنی که اینجا آوردن و اختیار معرفت رجال کشی و علی ابن ابراهیم قمی، شیخ صدوق، نصر ابن مزاحم و تبری، ابن اسیر جزری، ابن کثیر دمشقی و جرجانی، ابن حبان، ذهبی، عبدالله ابن سبا و دیگر افسانه‌های تاریخی. من تعجب میکنم از نیما بیننده عزیزمون، شما این همه مصادر اهل سنت رو رفتید مطالعه کردید. خب این حرف ماست که عبدالله ابن سبا یک جنایتکار بود، یک انسان ملعون بود، یک انسان خائن بود. اما ای کاش سری به کتب فرق شیعه هم میزدید، سری به کتاب نعمت الله جزایری میزدید، الانوار النعمانیه، سری به کتاب بهار الانوار میزدید و این مطالب رو در اون کتاب ها مورد بررسی قرار میدادید. ما مشکلمون رو بررسی شخصیت عبدالله ابن سبا یهودی نیست که این چی کاره بوده، چه کاره نبوده، تن در او وارد شده، تن در او وارد نشده. این مسائلی است که اصلا مورد بحث ما نیست. آنچه که ما بهش پرداختیم و مورد بحث ما بوده اینه که این عبدالله ابن سبا یهودی بعضی از اعتقاداتی که امروز متاسفانه در بین شیعیان وجود داره، ایشون طبق اعتراف علمای خودتون پایه‌گذار این مسائل بوده. دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. این فرق شیعه نوبختی است و اینجا میگه که و کان یقول و هو علی یهودیته فی یوشع ابن نون بعد موسی علیه السلام به هذا المقاله. یعنی امامت رو در زمان موسی علیه السلام ایشون در مورد موسی میگفت که یوشع ابن نون بعد از موسی امام هست.
فقال في اسلامی بعد وفات نبی صلی الله علیه وسلم فی علی علیه السلام بمثل ذلك، بعد از اسلامش هم در مورد علی همین حرفو میزد. و او این نکته مهم است آقای نیما سعیدزاده برادر عزیز، او اول من شهد القول به فرض امامت علی، اولین کسی که شهادت داد به فرض بودن امامت علی و اظهر البراء من اعدائه و اعلان براءت کرد از دشمنان. و از همین جاست که مخالفین شیعه میگن که اصل رفض مأخوذ من الیهودیه، که اصل رفض از یهودیت گرفته شده. و یک سری افکار دیگری هم داشته که میگه که علی نمرده بلکه ایشون مهدی بوده و بعد از اینکه از دنیا غیب شده دوباره برمیگرده. هم قائل به مهدویت بوده و هم قائل به امامت بوده و همین اعتقاداتی. شما اگر در مورد این مسائل بحث و جستجو بکنید آقای نیما برادر عزیز خیلی بهتر خواهد بود، چون ما با شخصیت عبدالله ابن سبا مشکل نداریم، با اینکه ایشون پایه‌گذار خیلی از مسائل مهمی بودن که در مذهب شما متاسفانه سبب اختلاف و تفرقه در بین مسلمان ها است. در فرقه سبعیه در الانوار نعمانی نعمت الله جزاهری، در بهار و رموار، در فرق شیعه نوبختی، در فرق شیعه قمی، ما فقط این مصادر مهم رو ذکر میکنیم، بلکه در مصادر دیگری هم در این مورد بحث شده. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام آقای انصاری، خسته باشید. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احسان هستم از ایران. خواستم بگم برنامه‌تون خیلی خوبه، دوباره موفق باشین و آقای سلیمانی هم با شما خیلی دوست داریم. تشکر آقای احسان، الله متعالستون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام. بله من مطلبی از ابن سیرین دیدم راجع به تعریف قرآن. آقای محترم خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جلالی از شیراز. آقای جلالی. آقای جلالی چه صدا عوض کردی؟ من صدام همینطوره. عجب. از موقعی که به دنیا اومدی اینطوری بوده؟ بله بیحالم. شما برید به دکتر گوش و گلو و بینی انشالله مراجعه بکنید، این مرضتون رو علاج بکنید، بعد دوباره زنگ بزنید، چون که حال بینندگان ما به هم نخوره با این صدای شما. بیننده بعدی سلام علیکم. الو سلام خدمت استاد انصاری. سلامت باشید بیننده عزیز. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده ناروی هستم از زاهد. بفرمایید بیننده گرامی. استاد حدود پنجشنبه هفته قبل بنده از آقای ابوالقاسمی سوال کردم درباره امهات المؤمنین در سوره احزاب. میگه اینجا حرمت نکاح با همسران پیامبر. من در صورت که آیه 52 سوره احزاب اومده و ما قال انتو رسول الله ولا انتو ازواج بعد اومده. ایشون میگه نه در دو مرحله نازل شده تحریم. میگم از اونجا تحریم شده چرا اینجا دوباره تحریم شده؟ ایشون میگه نه شما سواد ندارید. بعد بنده گفتم اگه کسانی که به پیامبر آزار داده آقای تفسیر قومی و همچنین کتاب کلینی. آقای نوروی برادر عزیز گرامی، شما اگر منظورتون رو خیلی خلاصه بفرمایید، چون صداتون داره قطع و وصل میشه، من درست متوجه نشدم. کاری هم نداشته باشید در برنامه‌ای که چی گفتن. شما اگر مطلبی دارید که اینجا میخواید مطرح بکنید، من ان شاءالله پاسخ شما رو بدم. بله استاد، اینجا ایشون میگه که تفسیر قومی صفحه 5 اومده اینجا قاطع بددهنی. ایشون میگه بددهنی در اینجا اومده. که بنده اگه بددهنیه چرا ادامهش اومده که حذف می‌کنه؟ آقای ناروی برادر عزیز، من خدمتتون عرض کردم کل مطلبتون رو شما به شکل سوال مطرح بکنید تا من متوجه بشم که شما چی میخواید بگید. بله منظور همین که اینجا منظور در تفسیر قومی پالشی های بددهنیه یا نه؟ در مورد ام المؤمنین عایشه صدیقه؟ بله اونجا ایشون میگه فلان. کی میگه این رو؟ آقای ابوالقاسمی. من تعجب میکنم برادر عزیز گرامی، یک لحظه شما رو خط تشریف داشته باشید. یعنی شما هنوز هم به حرفا اینا اعتقاد دارید؟ نه من میدونستم اونجا گفتم اینجا شما اصلا معنی شما اشتباهه. بنده به ایشون گفتم.
الان یک لحظه شما یک لحظه تشریف داشته باشید. یک لحظه شما تشریف داشته باشید. الان من خدمتون نشون میدم. این تفسیر قمی است، علی ابن ابراهیم قمی. اینجا دارید میبینید تفسیر رو؟ صفحه 712. آقای نارویی؟ بله بله. ببینید در اینجا میگه که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما. میاد اینجا فخانتاهما، والله قسم میخوره، والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه. بله ایشون فاحشه میگه فاحشه بددهنیه. این بی سواد جاهل نمیدونه که آیا به خاطر بددهنی، دوستان نشون بدن تصویر رو، به خاطر بددهنی کسی رو حد میزنن یا به خاطر زنا حد میزنن؟ شما میتونید جواب منو بدید؟ آقای نارویی؟ آقای نارویی برادر عزیز، به خاطر بددهنی کسی رو حد میزنن، حد زنا میزنن یا به خاطر زنا کردن؟ شما هستید رو خط؟ این ادامه چی میگه؟ وَلَيُقِيمَنَّ الْحَدَّ عَلَى فُلَانَ. میگه که حد جاری میکنه بر فلانه. یعنی کی؟ یعنی ام المؤمنین عایشه. فیما اتت فی الطریق، در راه داشت میومد. و کان فلان یحبها، فلانی این رو دوست داشت، که اینجا اشاره به طلحه رضی الله تعالی عنه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنه. فلما ارادت ان تخرج الی نقطه چین، قضیه بصره هست که در پایین صفحه اینجا ببینید الفراغ من الاصل فی نقطه الثانیه مکان الفراغ البصره. اینجا ببینید یعنی خیلی واضح و آشکار این که یزدانی و ابوالقاسمی این از حماقت و جهالتشون است که میخوان مردم رو فریب بدن. اینجا صریحا در صفحه 712 میگه که والله معنی فخانتاهما نیست مگر فاحشه. درست است، فاحشه هم به بددهنی گفته میشه، هم به انجام دادن فعل زنا گفته میشه. در اینجا والعیاذ بالله تهمت صریح به ام المؤمنین عایشه صدیقه است در تفسیر قمی که یکی از تفاسیر معتبر اینها وجود داره. ثانیاً در من یک مطلب دیگری هم اینجا خدمتتون نشون بدم که دوستان اینو ببینن. این الصراط المستقیم الی مستحق تقدیم از علامه متکلمشون شیخ زین الدین عاملیشون هست. ایشون در جلد 3 صفحه 165 در آیات سوره نور که میگه اولئک مبرئون مما یقولون، آنها پاک هستند از آنچه که شما میگویید. در اینجا میگه قلنا ذلک تنزیه لنبیه عن الزنا. میگه اینجا این تنبیه برای پیامبر است که ایشون رو از زنا پاک کرده الله سبحانه و تعالی. لا لها، نه برای عایشه، کما اجمع فی المفسرون، چنان که همه مفسرین ما در این مسئله اجماع دارن. اینجا حتی براءتی که الله سبحانه و تعالی در قضیه افک بر ام المؤمنین عایشه صدیقه نازل شده این رو قبول ندارند. و این رو مطلب دیگری است که من این رو هم خدمت شما عزیزان نشون بدم که اینها به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، اینم از تفسیر نور الثقلینشون هست. ببینید در اینجا اون جاخالیا رو نداره. این در تفسیر قمی که نشون دادم، این در تفسیر نور الثقلین اینجا تقیه نکردن. میگه که در اینجا
والله ما انا بقولی فخانتهما الا الفاحشه ولا یقیمن الحد على فلان فيما اتت في الطريق البصره. میگه که بر فلانه یعنی عایشه رضی الله عنها حد رو جاری میکنه. امام زمانشون طبعا در آخر زمان میه و طلحه اینو دوست داشته. فلما ارادت ان تخرج الى البصره قال لا طلحه لا يحل لك ان تخرجي من غير المحرم فزوجت نفسها من الطلحه. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رو تهمت بهش میزنن که با طلحه به اصطلاح ازدواج کرد. اینم در تفسیر نور الثقلین در صفحه 375 شون. و اینها اهانت‌های عجیبی دارن به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که واقعا که انسان من تعجب میکنم که چطور اینا در برنامه زنده میان و انکار میکنند این مسائلی رو که در کتابهاشون اومده و تهمت صریح و آشکار است. این یکی دیگه از کتابهاشون دوستان عزیز نشون بدن. بهار الانوار در اینجا میگه که وقتی که مهدی میاد ردت الیه الامیرا حتی یجلدها. همیرا یعنی ام المؤمنین عایشه صدیقه رو زنده میکنن تا که ایشون رو چی بزنه؟ حد بزنه. و در اینجا گفته که حد میزنه به خاطر تهمتی که به ام ابراهیم زده و به اشکال و انواع مختلف تهمت میکنن به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها و تهمت هایی که واقعا دوستان این رو نشون بدن. این بهار الانوار هست از مولا باقر مجلسی. این هم چاپ سال 1991 در صفحه 276. در اینجا البرسی در کتاب خود مشارق الانوار روایت میکنه که حسن ابن علی از کوفه آمد و به عایشه گفت که تو دیشب یک کیسه ای که جرارا خضرا فی ما جمعت من الخیانه، در کیسه ای که تو از خیانت، از پول خیانت، شما تصور بکنید وقتی به یک زن کسی بگه تو از پول خیانت، از خیانت پول جمع کردی یعنی چی؟ من ترجمه نمی کنم، قضاوت با بینندگان عزیز است. از خیانت جمع کردی حتی اخذت منها 40 دینارا عددا لا تعلمین لها وزنا تفرقیها فی مبغض علی. تو از خیانت یک کیسه پولی جمع کرده بودی و از اون 40 دینار گرفتی که وزنشو نمیدونستی تا این رو تقسیم بکنی در بین دشمنان علی. من الطیم والعدی، یعنی از قبیله ابوبکر و عمر. و قد تشفیتی به قتله، و تو خوشحال شدی، دلت خنک شد از شهادت حضرت علی. فقالت، عایشه گفت قد کان ذالک، این چنین بوده است. ببینید که حتی تهمت خیانت به ام المؤمنین عایشه صدیقه میزنن. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق. وصال حق بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ دلاور از مسجد زنگ میزنم. دلاور برادر عزیز و گرامی بفرمایید. حضرت من سوال دارم، نسبت همین برای نماز قضا گذشته را خواندن جایز است یا بدعت است؟ واجب است، نماز قضا رو باید انسان بخونه حتما. نماز قضا گذشته را خواندن واجب است؟ بله باید بخوانید. حضرت ما دعا کنید الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. سلامت باشید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اما نظر بعضی از علما این است که کسی که نماز رو سهوا اگر که ترک کرده، به خاطر مشکلاتی نتونسته مثلا چند نمازی رو بخونه، اگر تعداد اینها به یادش هست بعد اینا رو همه رو اعاده بکنه. اما اگر کسی کلا نماز نمیخونده، رأی علمای اهل حدیث این است که کسی که نماز کلا نمیخوانده، تارک نماز بوده، این انسان مسلمان نیست. زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که
ما بین رجل و الکفر و الشرک ترک الصلات، بین یک انسان و کفر و شرک ترک کردن نماز است. کسی که نماز را عمدن ترک میکنه، علما میگن که این مسلمان نیست. وقتی که توبه میکنه و شروع میکنه به نماز خواندن، دوباره به اسلام داخل شده. و اگر نمیدونه تعداد نمازهایی که مثلا 10 سال نماز نخونده طرف، هم نمیدونه که مثلا چقدر خونده چقدر نخونده، اینا اعادهش لازم نیست، چون که این طرف اصلا مسلمان نبوده و وارد اسلام که شد، اسلام گناههای گذشته انسان رو میبخشه و انسان صفحه جدیدی در زندگیش باز میشه. این نظر بعضی از علما هست در این مورد. بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تلویزیون وصال حق. وصال حق، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من میخوام با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، فقط لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید تا مجبور نشم تماستون رو قطع کنم. چشم آقای انصاری، یه دقیقه بسمت. الان خوبه صداتون؟ بفرمایید برادر عزیز، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر مطلبی دارید بفرمایید. آقای انصاری، در مورد کلیپ ها من تلویزیون شما ندیدم. من الان زنگ زدم به شما از ولایت نیمروز به تماس شدم. اسم من محمد میرزا است. بفرمایید برادر عزیز و گرامی از ولایت نیمروز، در خدمت شما هستیم. تشکر آقای انصاری. یک جمله بود که میتونم روحانی و شیعه اجازه است بگم؟ بفرمایید. روحانیون شیعه میگویند ما ایمان را خدا نمیدانیم، اما شگفت‌آور است اینجا زمانی که ویژگی‌های امامان را بیان میکند هیچ تفاوتی با ویژگی‌های خدا جز خالق و مخلوق یافت نمیشود. به عبارت دیگر، شیعه معتقد است امام صدای میلیون‌ها انسان‌ها رو در یک لحظه و بدون مترجم همانند خدا میشنود. شیعه معتقد است امامان همانند خدا علم غیب دارد. شیعه معتقد است امامان همانند خدا حاضر و ناظر بر بندگان است. شیعه معتقد است امامان همانند خدا بهشت و دوزخ را تقسیم می کند. شیعه معتقد است اطاعت از امام همانند خدا واجب است. شیعه معتقد است امام همانند خدا از حاجات بندگان اطلاع دارد. شیعه معتقد است امام همانند خدا جهان را مدیریت می کند. شیعه معتقد است زیارت خانه امام ضریح و بارگاه همانند زیارت خانه خدا عبادت است. و شیعه معتقد است کمک خواستن از امام بدون توسل عبادت است، اما کمک خواستن از خدا بدون توسل وسیله شیطان است. این چه رقم مذهبی است، مذهب رافضی‌ها. تشکر آقای انصاری، خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم. دعا بکنم براتون. زنده باشید، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما برادر عزیز، خدا نگهدارتون. علیکم السلام و رحمت الله. من کلیپ دیگری دارم که از لپتاپم میخوام اینو خدمتون پخش بکنم. خیلی از عزیزان ما در افغانستان، در تاجیکستان و در بعضی از مناطق اهل سنت در ایران احساس میکنن که ما به عنوان انسانهایی که تابع مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام شافعی رحمت الله علیه یا امام مالک رحمت الله علیه یا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هستیم، باید انسانهای خشک و متعصب باشیم، چشم و گوشمان بسته باشه، به هیچ عنوان هیچ روایتی، هیچ حدیثی، هیچ تفسیری رو که در ظاهر مخالف با مذهب ما باشه این رو نپذیریم، بلکه چشم و گوش بسته هر ملایی، هر انسانی، هر داملایی در منبر هر چی رو که به ما میگه به نام مذهب باید قبول بکنیم، در حالی که این حرف و این فکر و این عقیده مخالف است با قول الله سبحانه و تعالی، با احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با اقوال ائمه اربعه اهل سنت رحمت الله علیهم اجمعین. تک تک این عزیزان ما را امر به این کردن که در پی دلیل باشیم، در پی حدیث صحیح باشیم و همه این عزیزان روایت شده که اگر که یک حدیثی به پایه صحت رسید مذهب این بزرگواران است
و این به این معنا نیست که خدای نکرده من حنفی یا من شافعی یا من مالکی یا حنبلی حدیث صحیح که ظاهراً با مذهب من در خلاف هست، این حدیث را من قبول بکنم من خارج از مذهب میشوم، در حالی که این دروغ و تهمت و افتراحی است که به ائمه بزرگوار اهل سنت زدن، کسانی که نمیخواهند اون بازارهایی که به اسم دین و به اسم مذهب برای خودشون درست کردن خراب بشه. همه این بزرگواران ما رو به این تشویق کردند که پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم، نه پیرو فلان امام یا پیرو فلان ملا یا پیرو فلان داملا یا پیرو فلان شیخ، بلکه اطیع الله و اطیع الرسول است، از الله و رسولش پیروی میکنیم. من کلیپی رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم از یکی از علما در منطقه خودشون به عنوان یک از علما مطرح هستن، آقای حیات الدین صاحبی، که ایشون در یک کلیپی تهمت و افترا میبندن به علمای بزرگوار احناف و اهل سنت که ترک کردن مذهب یا عمل نکردن به یکی از دستورات مذهب این انسان را از مذهب خارج میکنه، باید شلاق زده بشه و یک سری مطالب دیگری که نسبت داده میشه به بزرگواران و علمای سرشناس احناف. اول این کلیپ رو میبینیم و بعد از اون انشاءالله من در مورد این کلیپ صحبت هایی دارم. خوب دقت بکنید، ایشون مطلبی رو که بیان میکنه نسبت میده به ملا علی قاری رحمت الله علیه، یکی از علمای بزرگوار احناف، و نسبت میده به فتاوای عالمگیری یا الفتاوی الهندیه که کتاب فتاوای معروف هست در مذهب احناف. این مطلبی رو که ایشون از پیش خودش درست کرده نسبت میده به این دو عالم بزرگوار و ما بحث و جستجویی که کردیم در کتب این بزرگواران خدمت شما عزیزان نشون خواهیم داد. قضاوت رو میسپاریم به شما، خاصتا به جوانان عزیزی که متعصب نیستن و کورکورانه از کسی حمایت نمی کنن و کورکورانه از کسی پیروی نمی کنن. با همین کلیپ رو می بینیم و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. برای کافران بیستیم و کافران به مسلمان می سازیم، مسلمانان میایین و مسلمان ها را مشرک کتاب میکنن. الله رحم کنه بالای همگی ما و شما، الله همگی ما و شما غرق دریای رحمت بگردانه. مولا علی قاری صاحب میفرماید که ولو در یک مثلا تقلید از غیر اجازه نیست. جلد سوم صفحه 208 فتاوای عالمگیری نقل میکنه اگر کسی از مذهب حنفی به شافعی میرسی اونو دوره زده میشه، چرا مذهبی معظم بلند میباشه. اما اگر از دیگه مذهبا به دیگه مذهبا میرم خوب نیست، اگر نره و خوب است بازم اگر رفت دیره زده نمیشه. تعذیر کرده برای این نمیشه که خود جناب سیدنا امام شافعی صاحب میفرماید مردم مجتهدین عیال است برای امام اعظم رحمت الله علیه، و خود امام شافعی صاحب میفرماید محدثین عیال است برای امام مالک صاحب. اونا برایشان گفت فیصله است، اونا قدر یکدیگرشان را میدانستند، محبت یکدیگرشان داشت. امروز کسایی پیدا شده که گفتم امروز ناکسان به کمالی رسیدن که از خودسری به حرف سلف خط کشیدن. الله سلف صالح ما و شما را خوشنود بگردانه، الله قبرهایشان را پر نور بگردانه. باقی گپایی که انشاءالله ما برادرای محترم فردا براتون عرض میکنم. من کلیپ ایشون رو کامل پخش کردم از اول تا آخر، دقیقا همون مطلبی که محل استشهاد ما بود. من تعجب میکنم از جناب صاحبی صاحب که شما یک کمی برید تحقیق بکنید، مطالعه بکنید. این ملا علی قاری صاحب، اصل عبارت ایشون است، ملا علی قاری صاحب گفتن که در یک مسئله خیلی کوچک هم نباید که از دیگر مذهبی پیروی کرد. فتاوای عالمگیری جلد 3 صفحه 208. شاید شما بینندگان فکر کرده باشید که این فتاوای عالمگیری تالیف ملا علی قاری است. اکثرا شاید علما میدونن این چیزها رو، منتها کسانی که اطلاع ندارن از این کتابا شاید اینطوری برداشت کرده باشن، در حالی که ملا علی قاری و تالیفاتش یک شخصیت جدا با تالیفات جدا. فتاوای عالمگیری یک کتاب فتوایی بوده که در هند در زمان عالمگیر یکی از شاهان مغول این کتاب در اونجا آماده شده و در این کتاب فتاوایی هست در رابطه با
مسائل فقهی مذهب حنفی که امروز متداول است و در بین علما به این فتاوا عمل میشه. منتها ما برای اینکه همیشه دیدید که ما وقتی که مطلبی رو میخوایم رد بکنیم با دلیل با مدرک مییم مطلب رو رد میکنیم. ما رفتیم سراغ یکی از کتاب‌هایی که جناب ملا علی قاری صاحب رحمت الله علیه، یکی از علمای بزرگ احناف، این کتاب رو نوشتن. این کتاب تزیین العباره لتحسین الاشاره. دوستان اینو نشون بدن. این کتاب تزیین العباره لتحسین الاشاره. ایشون در این کتاب در قضیه اشارتی که در تشهد میکنند اومده این مطلب رو، این در اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، وقتی این حرکت دست رو این رو اومده بررسی کرده، روایاتش رو، مخالفین موافقین رو در این مطلب بررسی کرده. ما هرچی گشتیم در کل کتاب‌های ملا علی قاری رحمت الله علیه مطلبی رو که این ملا صاحب بهش اشاره میکنه در کتاب‌های ایشون پیدا نکردیم و این دروغ و بهتان هست به ملا علی قاری رحمت الله علیه، بلکه مطالبی در کتب این بزرگوار پیدا کردیم که کلاً مخالف هست با آنچه که ایشون نسبت میده به ملا علی قاری. دوستان این رو نشون بدن. همین کتاب تزیین العباره است، صفحه 66. در اینجا کلاً این کتاب کلاً در مورد این موضوع نوشته شده. در اینجا میاد در این قسمت وقتی که احادیث و روایات رو در مورد این اشاره کردن در تشهد رو نشون میده، بعد میاد میگه که وقد اغرب الکیدانی. کیدانی یکی از علمای معروف احناف است. حیث قال والعاشر من المحرمات، دهم از محرمات، یعنی دهمین چیزی که حرام هست در نماز، الاشاره بالسبابه که اهل الحدیث، یعنی اشاره کردن در تشهد مانند اهل حدیث، مثل اشارت جماعه یجمعهم العمل به حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مانند جماعتی که عمل میکنن به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ملا علی قاری رحمت الله علیه در جواب این حرف کیدانی چی میگه؟ و هذا منه خطأ عظیم، میگه این خطا بزرگی است، و جرم جسیم، یک گناه نابخشودنی و بزرگ است. منشأه الجهل، منشأ این حرف نادانی است. ان قواعد الاصول، از قواعد اصول، و مراتب الفروع من المنقول، و مراتب فروع. ولولا، و اگر حسن الظن بهی، اگر گمان نیک به کیدانی نمی بود، و تعویل کلامهی، و حرفش قابل تعویل نمی بود، به سببهی، به سبب همین حرفی که زده، لکان کفره صریحا، کفر این انسان یعنی کیدانی صریح بود، و ارتداده صحیحا، ارتداد این شخص صحیح می شد. فهل یحل للمؤمن ان یحرم ما ثبت من فعله، آیا جایز است برای یک مؤمن که حرام قرار بدهد آنچه که از فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده؟ ما کاد نقله ان یکون متواترا، چیزی که نقل آن متواتر است. بعد از این میگه که و یمنع جواز ما علیه عامه العلماء، و عامه علما جواز این عمل رو دادن. کابرن ان کابر، یعنی پشتن در پشت جواز دادن این عمل به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. والحال ان الامام الاعظم والهمام الاقدم، و حال این که امام اعظم یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، والهمام الاقدم قال لا يحل لاحد ان یأخذ بقولنا، برای هیچ کس جایز نیست که حرف ما را بگیرد، ما لم یعرف مأخذه، اگر که نمیداند مأخذ ما، یعنی جایی که ما این حرف رو گرفتیم کجاست. من کتاب او سنه، از کتاب است یا از سنت است، او اجماع الامه،
یا اجماع امت است او قیاس جلی فی المسئله و یا که قیاس جلی که در مسئله وجود داشته باشه. و قال الشافعی علیه رحمه، شافعی رحمت الله علیه میگوید که اذا صح الحدیث على خلاف قولی فضربوا قولی على الحائط واعملوا بالحدیث ضابط. اگر که حدیث صحیح به شما رسید که مخالف قول من بود، حدیث صحیح را بگیرید و حرف من را به دیوار بزنید. این از امام شافعی رحمت الله علیه. فاذا عرفت هذا، اگر این رو فهمیدی، فاعلم انه، بدان که لو لم يكن نص للامام على المرام لكان من المتعين على اتباعه من علماء الكرام فضلا عن العوام ان يعملوا بما صح عنه عليه الصلاة والسلام. میگه اگر که نصی از امام، یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود در این مورد، اگر نصی در این مورد نبود از امام، شما باید از علما و از عوام بر آنها واجب است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متابعت بکنن اگر نصی از امام نبود. و کذا، و اگر، اینجا فرضاً میگه، و اگر لو صح عن الامام فرضاً، اگر از امام ابو حنیفه رحمت الله فرضاً هم ثابت شده باشه که نفی الاشاره، که گفتن که اشاره نکنید در تشهد، و صح اثباته عن صاحب البشاره، و ثابت شد صحت این حدیث از صاحب بشارت صلی الله علیه و آله و سلم، فلا شک فی ترجیح المثبت المسند الیه صلی الله علیه و سلم، هیچ شکی نیست که ما باید ترجیح بدیم حدیث و فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بر آنچه که امام اعظم رحمت الله علیه گفته. کیف وقد تطابق نقل الصریح مما ثبت عنه علیه الصلاة والسلام بالاسناد صحیح. و چی کار میخواید بکنید الان که این قضیه اشاره کردن در تشهد با اسناد صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده است؟ و من انصف ولم یتعسف، و کسی که انصاف داشته باشه و تعصب نداشته باشه، عرف ان هذا السبیل اهل التدین، میداند که عمل کردن به حدیث پیامبر یعنی سبیل و راه اهل تدین و ایمان است، من سلف و الخلف، از گذشتگان و آیندگان. و من عدل عن ذلك فهو هالک، هر کس که از این دوری بکند، روی گردان شود، نابود می شود. به وصف الجاهل المعاند المکابر ولو کان عند الناس من الاکابر. این انسان جاهل است، معاند است، متکبر است، ولو اینکه در نزد مردم انسان بزرگی باشد، ولو اینکه صاحب باشد، ولو اینکه غیر صاحبی باشد، ولو اینکه هر کسی میخواد باشد. هر کسی که سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم رو رد میکنه، این انسان دوستان نشون بدن جاهل هست، معاند هست، مکابر هست. این رو من نمیگم، این رو ملا علی قاری رحمت الله علیه، یکی از علمای بزرگ احناف، در کتاب تزیین العباره لتحسین الاشاره، در این کتابش علامة المحدث الفقيه ملا علی قاری ابن سلطان محمد القاری المتوفى سنه 1014 در سال 1014 ایشون وفات کردن. این از کتاب ملا علی قاری که ایشون ذکرش رو کرده بود. میریم بر مصدر دیگری که ایشون ذکر کردن در این کتاب، در کتاب فتاوای عالمگیری. ما رفتیم فتاوای عالمگیری رو پیدا کردیم، فتاوا الهندیه معروف است. دوستان عزیز تصویرش رو نشون بدن. این الفتاوا الهندیه، این کتاب هست، این صفحه دومش. قضیه 39 داره که ایشون میگه 39 شلاق زده میشه. در بخش تعزیرات در اینجا اومده، در این کتاب در صفحه 167 این کتاب اومده که در اینجا مسئله تعزیر رو ذکر میکنه که تعزیر مراتبی داره که تعزیر الاشراف هست و هم العلماء و العلویه بالاعلام
هو ان یقول له القاضی بلغنی انک تفعل کذا. اینجا قضیه تعزیر رو بیان میکنه و در اینجا میگه که و اکثره 39 صوتا. در اینجا میگه که اکثر ضربات شلاق در تعزیر 39 ضربه شلاق است. میریم در اینجا ذکری از قضیه داخل شدن در حنفیت و خارج شدن از حنفیت نیست. در صفحه بعدی در اینجا در این قسمت در اینجا میگه کذا فی النهر الفائق ناقلا عن السراجیه حنفی یک انسان حنفی ارتحل الى مذهب الشافعی رحمه الله تعالی یعذر. اگر یک حنفی به مذهب شافعی بروه تعزیر میشه یعنی شلاق زده میشه. کذا فی جواهر الاخلاطی، آنچنان که در کتاب الجواهر الاخلاطی آمده است. در همین صفحه در زیرش اینجا پاورقی داره قوله ارتحل الى مذهب الشافعی یعذر، یعنی قول ایشون که گفته کسی که به مذهب شافعی میره شلاق زده میشه تعزیر میشه. ای اذا کان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا، اگر که رفتنش به مذهب شافعی به خاطر یک عمل خوب نباشه، یعنی هدف نیکی نداشته باشه. کما افاده فی تاتارخانیه، چنان که در تاتارخانیه این رو ذکر کرده و توضیح داده. یعنی چی؟ یعنی کسی باید مسخره بکنه، یک روز بره شافعی بشه، یک روز بره حنبلی بشه، یک روز بره حنفی بشه، یک روز اعلام بکنه بله من امروز مذهب حنفی رو ترک کردم رفتم شافعی شدم، فردا بیاد بگه نه من مذهب حنبلی رو ترک کردم رفتم حنفی شدم. کسی بخواد اینطوری مسخره بازی بکنه، در این صورت علما چیکار میکنن؟ این طرف رو تعزیر میکنن تا دیگه از این اعمال انجام نده. یکی از کتاب‌های معروفی که حتی بچه‌های کوچیک در مذهب حنفی هم با این کتاب آشنا هستند، طلبه‌ای که در مدارس دینی درس می‌خونن، من تعجب می‌کنم که جناب صاحب چطور تجاهل عارفانه می‌فرمایند یا که از این کتاب‌ها بی‌خبرن یا این کتاب‌ها را از نظر نگذراندن. اگر ان كنت تعلم فتلك مصیبه ان كنت لا تعلم فالمصیبه اعظم. اگر میدانی که این حرفا رو میزنی آقای صاحبی مصیبت است، اگر نمیدانی و این حرفا رو میزنی مصیبت از این بزرگتر است که شما رو آوردن اونجا امام تعیین کردن در یک مسجد که مردم اینطوری داری با حرفات گمراه میکنی، مردم رو از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مانع میشی به حجت اینکه شما حنفی هستید و نباید که خلاف مذهب عملی رو انجام بدید. الدر المختار و عاشیت ابن العابدین رد المحتار، دوستان نشون بدن جلد 1 صفحه 67. در این کتاب در مقدمه، من از آقای صاحبی خواهش میکنم که برن مقدمه این عاشیه ابن عابدین رو بخونن در صفحه 67ش. در اینجا میگه که اگر مطلبی از امام نقل شده که ایشون فرمودن اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به پایه صحت رسید این حدیث مذهب من است. در ادامه چی میگه؟ و اذا صح الحدیث و کان علی خلاف المذهب عمل بالحدیث، میگه اگر حدیثی از پیامبر ثابت شد که صحیح هست و خلاف مذهب حنفی بود به حدیث عمل می شود. و یکون ذلك مذهبه ولا یخرج مقلده عن کونه حنفیا بالعمل به. اگر یک حنفی به یک حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکنه از حنفیتش خارج نمیشه. چرا؟ چون که امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمودن اگر حدیثی صحیح شد به پایه صحت رسید مذهب من است. در اینجا دوباره تکرار میکنه که اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر که حدیثی
به پایه صحت رسید، امام اعظم رحمت الله علیه میگه که مذهب من است. و قد حکى ذلك ابن عبدالبر عن ابی حنیفه و غیره من الائمه، که این رو از ابو حنیفه و غیره از ائمه اهل سنت نقل کردن. پس اگرچه شما التزام و پایبند داشته باشید به مذهبتون و مذهبتون حنفی هم باشه، از امام اعظم رحمت الله علیه این مطلب صحیح نقل شده که اگر حدیثی به پایه صحت رسید، آن حدیث مذهب من هست. من تشکر میکنم از عزیزانمون در اتاق فرمان. این از حاشیه ابن عابدین که یکی از کتاب‌های معروف فقهی اهل سنت هست در مذهب حنفی، در جلد 1 صفحه 67. و من از اینجا نصیحت میکنم آقای صاحبی صاحب و دیگر علمای بزرگوار رو که وقتی مطالبی رو منبر میگید، سعی کنید با مدرک، با سند برین مطالعه بکنید، برید بخونید. این بیچارهایی که پای منبر شما نشستن و به شما بدید یک عالم بزرگوار نماینده امام اعظم رحمت الله علیه میبینند، اینها رو فریب ندید. والله فردا روز قیامت در پیشگاه خدا و پیغمبر و امام ابو حنیفه شرمسار خواهید بود. آنچه که شما از تعصب دارید به مردم تعلیم میدید، مردم رو دارید از حدیث، از قول رسول الله صلی الله علیه و سلم دور میکنید، این مذهب امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه نیست. این خواهشات نفسانی شماست که نمیذاره شما حق رو برای مردم بگید. و من از همین منبر خواهش میکنم از جناب صاحبی صاحب که اگر مطلبی از ملا علی قاری صاحب در مورد این ادعایی که به ایشون نسبت دادن دارند، این رو برای ما بفرستن، ما در هفته آینده انشالله در شبکه پخش خواهیم کرد. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان. مطلبی طولانی بود و کمی خسته کن. چند تماس از شما بزرگواران میگیریم و بعد از اون مهمترین کلیپی که امشب براتون آماده کردیم رو انشالله با هم خواهیم دید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب بخیر، حال شما؟ سلامت باشید، تشکر از شما. آقای انصاری ما خیلی شما رو دوست داریم. سلامت باشید برادر عزیز، الله متعال شما رو دوست بداره. آقای انصاری همین پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله را از صفحه تلویزیون حذف کردیم، چیکار شد؟ جریان چی شد آخرش؟ همین جریان یمن را ما خیلی اخبار گوش نمیکنیم، بالاخره چیکار شد؟ الحمدلله جریان یمن، آنچه که برنامه ریزی شده بود برای زدن مراکز مهم تروریست های حوثی، الحمدلله برآورده شد و فعلا خیلی از مناطق یمن به دست مجاهدین قبایل یمن هست و حتی علی عبدالله صالح، همون دیکتاتور جنایتکاری که با حوثی های رافضی همدست شده بود، از یمن فرار کرده و در بین خودشون هم اختلافات شدید الحمدلله به وجود آمده. اما عملیات همچنان ادامه داره. کوچکترین حرکتی که از اونها صورت بگیره توسط هواپیماهای عربستان سعودی مورد حمله قرار میگیره و الحمدلله بشارت‌های خیری در مورد سوریه هم هست که شاید شنیده باشید که انشالله به زودی این دیکتاتور سوریه هم سرنگون خواهد شد. با امید خدا، با امید همچین روزی. تشکر از شما برادر عزیز. خواهش میکنم دیگه هر شود خدمت شما دیگه آقای تضمین دیگه یک دفعه دیگه هم دعوت کنیم به مناظره، من خدا کنه حاضر باشه انشالله که من بیشتر بتونیم رسوا کنیم. باشه چشم انشالله. تشکر از شما، الله متعال ستون کنه. خدا حافظ شما. زنده باشید، خدا نگهدار. والا این آدم یعنی چی بهتون بگم، ما بارها اعلان کردیم و بازم اعلان میکنیم که همه وسایل ارتباطی که ما در شبکه جانی وصال حق داریم در خدمت جناب آقای قزوینی که بیان و از دروغ‌هایی که بارها و بارها ما ازشون پخش کردیم دفاع بکنن و اما این یقین رو داشته باشید که نمیاد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. وصال حق، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از ایران زنگ میزنم، اسم من حنیف هستش. یک سوال داشتم. حنیف جان برادر عزیز، برنامه پرسش و پاسخ نیست، ما اینجا کلیپ هایی پخش کردیم. یک سوال خیلی خفیفی است. مثلا ما همین
یک سوال کوچیکی هست، هم برای زنگ بزنم به خاطر همین دیگه مزاحم شما شدم. بفرمایید. این مثلا ما که جنازه میه، مثلا تو جنازه این چه هستش؟ مثلا یه دوره میزنه، مثلا دوره میگیره که برای اسقاط و این چیزا. اسقاط و دوره زدن برادر عزیز حنیف جان، اسقاط و دوره زدن در نماز جنازه یک عمل مخالف قرآن، مخالف سنت، مخالف دستورات پیامبر، مخالف اقوال و اعمال و افعال صحابه و ائمه مذاهب اربعه است. هر کسی که این کارو میکنه گمراه و مبتدع و ضال مضل است. ولی یک سوال دیگه هم داشته، ببخشید. بفرمایید. مثلا با ماه مبارک رمضان ملا مثلا تو مسجد باشه، قبل از اینکه اذان بده و این روزه را افطار بکنه، این صحیح هست یا غلطه؟ چون تو مسجد اگر مثلا تو دشت و بیابان باشه خب اشکال نداره، ولی آدم نمیفهمه، ولی اگر تو مسجد نشسته باشه این درسته؟ بله، وقتی که اگر وقت داخل شده باشه درسته. مثلا شما در یک بیابانی در جایی هستید، صدای اذان را نمیشنوید، اما وقتی به ساعتتون نگاه میکنید در این منطقه‌ای که شما هستید وقت افطار داخل شده، جایز است که شما افطار بکنید ولو اینکه صدای اذان رو نشنیده باشید. ولی اگر تو مسجد باشه چی؟ ولو اینکه در مسجد باشه، چون که این طرف وقتی که اذان میگه بعد از دخول وقت اذان میگه، قبل از دخول وقت که اذان نمیگه. خب همون دیگه، موقع مثلا وقتی که افطار میکنه مثلا باید اذان بده که افطار بکنه، ولی قبل از برای افطار میکنه. برای افطار کردن دخول وقت شرط است، اذان شرط نیست. اذان برای نماز است. خب ولی داخل مسجد که باشه، خب ولو اینکه داخل مسجد باشه، ولو اینکه داخل مسجد باشه، یعنی این درسته مثلا بله درسته. خیلی ممنون. تشکر. زنده باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. الان وقتی که مؤذن میاد رو مکانی که اذان میده، چه وقت اذان میده؟ وقتی که وقت اذان داخل شده باشه. وقت اذان که داخل شد، به مجرد دخول وقت اذان مغرب و غروب آفتاب شما میتونید افطار بکنید. پس اون بیچاره چرا نتونه افطار بکنه؟ بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام بیننده گرامی. با اسم نجیب است، از افغانستان مزاحم شما شدم. نجیب جان برادر عزیز بفرمایید. صرف میخواستم که پروگرام های شما تشکری بکنم و ما همیشه پروگرام های شما رو تعقیب کردم. صرف میخواستم بگم که هر حرف شما و هر کلمه‌ای که شما میگین مشت کوبنده در دهان مشرکین است و در دهان رافضی هایی هستند که به خاطر نابودی اسلام و مسلمین کار میکنن. تشکر از شما نجیب جان، الله مطالب ستون کنه. سپاس بسیار زیاد از شما. صرف میخواستم که همراه شما هم کلام شوم و بسیار زیاد تشکر از شما و خداوند متعال اجر دنیا و آخرت نصیب شما. آمین. سلامت باشید. منم خوشحال شدم از اینکه شما زنگ زدین به شبکه. تشکر از شما. و چیز دیگر میخواستم بگم آقای انصاری که در افغانستان هم فعلا مردم بسیار مشتاق همین پروگرام‌های شماست و در این حال پروگرام‌های شما رو تعقیب میکنن. الحمدلله. یک بیداری را به وجود آورده در بین مردم موحد و ان شاء الله بسیار کسا به طرف توحید روی آوردن و در این حال همین کسایی که دشمن اهل بیت هستند، دشمن صحابی جلیل القدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستند، دشمنان از او الان میخواهند که او چیزی که به حساب میخواستند که اونا رو توهین کنن، از این کار توهین و کارهای ناروا دست برداشتند که بسیار انشاءالله یک کار بسیار خوب است و انشاءالله یک اجر بسیار عظیم است. انشاءالله اجرش خدای پاک بر شما میده. آمین آمین. جزاک الله خیر. تشکر برادر عزیز. الله مطالب ستون کنه. سپاس میکنم. خدا حافظ. سپاس از شما. خدا نگهدارتون. من تشکر میکنم از عزیزانی که پشت خط هستن. ما در روزهای اخیر در یکی دو هفته گذشته اطلاعات رژیم منحوس خمینی در ایران حملات شدیدی را علیه وصال حق آغاز کرده بودند. از توهین‌ها و اهانت‌هایی که در برنامه‌های زنده می‌کردند
عده آخوند و بسیجی و سپاهی رو بسیج کرده بودن که به برنامه زنده زنگ بزنن، توهین بکنن، اهانت کنن و فحش بدن در پیامگیر شبکه، لعن و نفرین و توهین ها حتی به نوامیس کارمندان شبکه در پیامگیر گذاشته بودن. و از طریق ایمیل شبکه جهانی وصال حق چون همیشه عادت داره که جواب کوبنده میده، ما قبلا تجربه کردن دیدن که ما چطوری پاسخ میدیم. به همین دلیل ما کلیپی رو آماده کردیم در مورد شخصیت خمینی، جنایتکار بزرگ قرن، مؤسس جمهوری منحوس در ایران که ملت شریف ایران و مسلمانان رو به سوی بدبختی کشاند. کسی که با اولین قدم منحوس این شخص وقتی به سرزمین ایران رسید، بدبختی، بیچارگی، فقر و مصیبت در ایران، در پاکستان، در افغانستان، در لبنان و در سراسر دنیا ریشه دواند. هر جایی که شاگردان کثیف خمینی به اونجا رسیدن، غیر از تفرقه و بدبختی و مصیبت برای مسلمان‌ها چیز دیگری به بار نیاوردند. کلیپ را آماده کردیم از چهره واقعی این جنایتکار، این شخصی که کتاب‌های او مملو از توهین و اهانت به ذات الهی، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به امهات مؤمنین و به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به عموم اهل سنت است. با همین کلیپ رو می‌بینیم. کلیپ نسبتاً طولانی است، اما شاید حقایقی در این کلیپ باشه که برای اولین بار شما عزیزان می‌بینید و میشنوید. بعد از این کلیپ انشاءالله دوباره در خدمتتون خواهم بود و تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. اهانت آیت الله خمینی به مقدسات اسلام. آیت الله روح الله موسوی خمینی از مراجع تقلید شیعه و رهبر انقلاب آخوندی ایران است. رهبری که تا زمان به دست گرفتن زمام قدرت در ایران نه خودش و نه هیچ یک از حلقه یاران نزدیک به وی تجربه عملی کشورداری و سیاسی را نداشتند. پدر بزرگ وی سید احمد موسوی هندی الاصل بود که به شهر خمین ایران هجرت کرد. اصل ولایت فقیه که حق امارت و سلطنت بر جان و مال و اعتقاد مردم را حق مسلم ولی فقیه می داند، اولین بار در زمان وی به عنوان اصل چهارم در قانون اساسی گنجانده شد و قدرت فوق‌العاده‌ای به خمینی داد. دوستدارانش او را ولی الامر مسلمین و رهبر آزادگان زمانه اش می دانند. صدور حکم اعدام بر هزاران زندانی سیاسی و اجرای آن حکم طی محاکماتی سرپایی و تحت نظر خمینی سبب شد تا از این کشتار به عنوان جنایتی بزرگ در تاریخ ایران یاد شود. تشکیل شورای تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری جهت تحکیم سلطه رهبران مذهبی بر دولت نیز از کارهای دیگر خمینی است که در سالهای آخر حیات وی صورت گرفت. وعده مجانی کردن آب و برق و اتوبوس و آوردن پول نفت سر سفره مردم بر زبان آیت الله خمینی بخشی از وعده‌های فراوانی است که هرگز عملی نشد. زوایای فراوانی از زندگی سیاسی، اجتماعی و باور مذهبی رهبر انقلاب ایران بر مردم این کشور پنهان و پوشیده است. گوشه‌ای از این زوایای پنهان اندیشه اعتقادی روح الله خمینی است. رهبر انقلاب ایران در صفحه 107 کتاب کشف الاسرار می نویسد:
ما خدایی را پرستش می کنیم و می شناسیم که کارهایش بر اساس خرد پایدار و برخلاف گفته های عقل هیچ کاری نکند، نه اون خدایی که بنای مرتفع از خداپرستی و عدالت و دینداری بنا کند و خود به خرابی آن بکوشد و یزید و معاویه و عثمان و از این قبیل چپاولچی های دیگر را بر مردم امارت دهد و تکلیف ملت را پس از پیغمبر خود برای همیشه معین نکند تا در تأسیس بنای جور و ستمکاری کمک کار نباشد. در این مقال آنچه رهبر انقلاب ایران از چپاولگری و ستمکاری به عثمان و معاویه رضی الله عنهما نسبت می‌دهد تهمتی بیش نیست که هیچ سندیت تاریخی ندارد. علاوه بر دروغ موجود در این سخن، خمینی در این کلام خود اعتراف می‌کند که اعتقادی به الله متعال ندارد، زیرا به تعبیر وی خدایی که در تأسیس بنای جور و ستمکاری بندگانش کمک کار باشد شایسته عبادت نیست. آیا این امام و علامه بزرگ جهان تشیع نمی‌داند که الله متعال تمامی امور عالم را اعم از خیر و شر خلق نموده است و هیچ امری بدون اذن و اراده الله متعال صورت نمی‌گیرد؟ آیا نمی‌داند که این خلقت به معنای رضایت الله متعال بر تمام آنچه انجام می‌پذیرد نیست، بلکه جهت آزمایش و ابتلای بندگان است؟ آیا خمینی نمی‌داند که خدای موسی علیه السلام همان خدایی است که فرعون را به پادشاهی رساند و هامان را وزیر او قرار داد و به قارون ثروت‌های هنگفت بخشید؟ آیا فرعون و هامان و قارون خدای دیگری به غیر از الله متعال داشتند که آنان را در ظلم و ستمشان یاری می کرده است؟ آیا خدایی غیر از الله متعال چنگیز و مغول را بر نیمی از کره زمین مسلط ساخت تا وسیله آزمایش انسانها گردند؟ آیا ظلم و ستم خالق و خدایی دارد و خیر و نیکی خالق و خدای دیگر؟ بگو بارالها تو صاحب فرمان روایی و ثروت و دارایی هستی، حکومت و دارایی را به هر کس که بخواهی میبخشی و حکومت و دارایی را از هر کس که بخواهی باز پس میگیری و هر کس را که بخواهی عزت و قدرت میدهی و هر کس را که بخواهی خوار میگردانی. خوبی به دست توست و بیگمان تو بر هر چیز توانا هستی. آیت الله خمینی الله متعال را به دلیل آنچه وی همکاری در تأسیس بنای جور و ستمکاری به دست عثمان و معاویه می‌داند به خدایی قبول نمی کند، اما در مقابل به برخی از بندگان الله متعال صفات الوهیت و ملکوتی می دهد و آنان را از پیامبران الهی برتر می داند. از این مرجع تقلید بزرگ شیعه در کتاب الاسرار الفاطمیه صفحه 354 و 355 نقل شده که بانو فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها را موجودی ملکوتی و روحانی می داند که به صورت یک زن ظاهر شده است و معتقد است که اگر ایشان مرد می بود جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پر می کرد. خمینی نه تنها اعتقاد به برتری فاطمه زهرا
بر پیامبر بزرگوار اسلام دارد، بلکه تمامی امامان بزرگوار اهل بیت رحمهم الله را از تمامی انبیا و ملائکه برتر می داند و قائل به ولایت تکوینی ائمه بر همه ذرات کون می باشد و این موضوع را یکی از ضروریات مذهب شیعه می خواند. وی در کتاب الحکومة الاسلامیه می گوید و از ضروریات مذهب ما این است که امامان ما مقام و درجه‌ای دارند که هیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسلی به آن درجه و مقام نرسیده است. بدون شک ادعای ولایت تکوینی برای امامان و برتر دانستن بانو فاطمه زهرا و امامان بزرگوار اهل بیت بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهانت به مقام و جایگاه ایشان است و کفر محسوب می شود. علاوه بر این آیت الله خمینی که پیروانش او را امام امت می دانند، پیامبر امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را ترسو و بزدل معرفی می کند. او در صفحه 130 کتاب کشف الاسرار می گوید ما در اوایل این گفتار ثابت کردیم که پیغمبر از اینکه امام را با اسم و رسم در قرآن ذکر کند می ترسید که مبادا پس از خودش قرآن را دست بزنند یا اختلاف بین مسلمان ها شدید شود و یک سر کار اسلام تمام شود. و اینجا گواهی از قرآن می آوریم که در اظهار امامت با اسم و رسم محافظه کاری می کرده و از منافقان ترس داشته. خمینی نه تنها امامان اهل بیت را از انبیا برتر می داند، بلکه مدعیان دروغین اتباع امامان را نیز از پیروان حقیقی پیامبرمان برتر می شمارد. خمینی در وصیت‌نامه‌اش که به نام صحیفه نور مشهور گردید، مردم ایران زمانه خود را از یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهتر می‌خواند و می‌گوید من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیر مومنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند. آن حجاز که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه‌هایی به جبهه نمی رفتند که خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است. این در حالی است که در سوره توبه ذکر تعداد اندکی از منافقان آمده است، نه ملت حجاز و یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. رهبر انقلاب ایران که بنیانگذار هفته موسوم به هفته وحدت هست و در بسیاری از سخنان خود بر وحدت شیعه و سنی تاکید دارد، در صفحات 250 و 251 یکی از کتابهایش به نام المکاسب المحرمه می نویسد اما بعد از وفات پیامبر اعتقاد به ولایت و امامت از ارکان ایمان است. وی در ادامه این مطلب اخوت بین مؤمنین را مختص کسانی می داند که به امامت و ولایت معتقدند
و کسانی که چنین اعتقادی ندارند را از این دایره برادری خارج می سازد و اعلان بیزاری از آنان و مذهبشان و امامان آنان را واجب می شمارد. وی در ادامه این موضوع در صفحه بعد می گوید شکی در این نیست که نباید به آنان احترام گذاشت، بلکه آنگونه که اهل علم می گویند عدم احترام به آنان از ضروریات مذهب است و هر شخصی که در روایات فراوان وارد در این باب نظر افکند شک نمی کند که اهانت کردن به آنان و تهمت زدن به ایشان جایز است و بلکه امامان معصوم به فراوانی آنها را لعن نموده و در آنان طعن وارد کردند و بدیهای آنان را بیان داشتند. خمینی که مریدانش او را ولی امر مسلمین جهان می‌خوانند، در یکی از کتابهایش به نام کتاب الطهاره بر اثر شدت بغض نسبت به همسران و یاران پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها و محبوبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نجستر از سگها و خوکها می‌داند و نام بزرگوارانی بمانند زبیر و طلحه و معاویه از صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را نیز به این توهین اضافه می نماید. او می گوید اما دیگر طوائف از نواصب و بلکه از خوارج دلیلی بر نجاست آنها نیست، گرچه عذابشان از کفار بیشتر است. اگر کسی بر علیه امیر مومنین خروج کرد، نه از روی دیانت بلکه به خاطر مخالفت با حکم ایشان و یا هدف دیگر به مانند عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و امثال آنها، یا کسی که نسبت به او و یا دیگر ائمه دشمنی روا داشت، نه از روی تدین بلکه به خاطر دشمنی با قریش یا بنی هاشم یا عرب و یا به خاطر اینکه با فرزند و یا پدرش جنگیده و یا علتهای دیگر، ظاهر قضیه به دلیل عدم وجود اجماع و یا روایتی که دلالت بر آن کند نجاست ظاهری آنها را نمیرساند، گرچه از سگها و خوکها نجستر هستند. اما در رابطه با اون فرمایش امام رضوان ما مفصل ما جواب دادیم. عبارتی که اینها میگن نیست و این کلیپش هم در سایت شبکه ولایت هم هست. حالا الان دیگه فرصت نیست، اگر فرصت بشه من دوباره خدمت دوستان عزیز عرض خواهم کرد که نظر امام هم در اونجا در رابطه با نواصب هست. پاراگراف قبلی که در طلحه و زبیر آشتم یه پاراگراف جداست، پاراگراف بعدی در رابطه با نواصب. نواصب هم اون کسانی هستند به اهل بیت ناسزا میگویند، اینا حسابشون جداست. هر کس در هر مقامی باشد به اهل بیت ناسزا میگوید تکلیفش روشنه، اینا اخبث من الکلاب و الخنازیر هستند، در اون شک شبهه‌ای نیست. همچنین خمینی در کتاب کشف الاسرار خود در صفحه 119 پس از ذکر روایت قرطاس و نسبت دادن آن به فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، ایشان را به کفر و زندقه متهم نموده میگوید این کلام یاوه از ابن خطاب یاوه سرا صادر شده است و در ادامه میگوید این نور پاک یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با چه حالی پس از شنیدن این کلام ابن خطاب از دنیا رفت و این کلام یاوه که از اصل کفر و زندقه ظاهر شده مخالف است با آیاتی از قرآن کریم. علاوه بر آنچه که به عنوان مشت نمونه خروار ذکر گردید،
آیت الله العظمی خمینی که به گفته شاگردانش فقیهی بزرگ و عارفی زاهد بود، در کتاب فتاوای خود تحریرالوسیله تلاش نموده تا با فتواهای فقیهانه و عارفانه خود مردم ایران و جهان را به درجه رفیع انسانیت برساند. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. یکی از فتواهایی که این فقیه عارف در راه رساندن جامعه بشری به انسانیت صادر نموده، حکم نزدیکی با دختر شیرخوار است. رهبر کبیر انقلاب ایران درباره طفل شیرخوار و حکم شهوترانی با آن میگوید: نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست، نکاحش دائمی باشد یا منقطع، و اما سایر لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ یعنی شهوترانی در بین رانهای او حتی در کودک شیرخوار هم اشکالی ندارد. تحریرالوسیله جلد 3 با ترجمه فارسی مسئله 12. ناشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. مسلمانن مردم، نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند. تمدن اینا اینه. اینا از تمدن اینا میخوان. اینا از آزادی اینا میخوان. اینا از آزادی اینا میخوان. اینا از آزادی اینا میخوان. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. ایمان آورده اید از غیر خود محرم اسرار بر نگیرید، آنان از رساندن هر گونه زیان و بدی به شما کوتاهی نمی‌ورزند. دوست دارند که شما گرفتار رنج و مشقت شوید. دشمنی و عداوت از دهان آنان آشکار است و آنچه در دل پنهان دارند بزرگتر است. به راستی که آیات را برای شما بیان نمودیم اگر بیندیشید. هان این شمایید که آنها را دوست می‌دارید و آنها شما را دوست ندارند و شما به تمام کتاب‌ها ایمان دارید
و هرگاه با شما روبرو شوند میگویند ایمان آورده ایم و چون به خلوت نشینند از شدت خشم بر شما انگشتان خود را به دندان میگزند. بگو با خشمی که دارید بمیرید، همانا الله به آنچه در درون سینه هاست داناست. بله بینندگان عزیز گرامی، این کلیپ رو دیدید که در مورد خمینی بود و همانطوری که قبل از پخش این کلیپ گفتم، این کلیپ در جواب توهین‌ها و اهانت‌ها و تهدیدهایی که به ما، به کارمندان شبکه وصال حق از طرف حکومت ایران و نوچه‌های اطلاعات و کسایی که برای یک کیک و ساندیس حاضرن که هر کاری رو انجام بدن، این جوابی بود بر توهین‌ها و اهانت‌ها و تهدیدهای اونا. و همونطوری که میدونید وصال حق خط قرمزی نداره و اگر میخواید تجربه بکنید بیشتر، ما هم آماده ایم که چیزای بهتر و بیشتر از این رو انشاءالله در مورد رهبران شما تقدیمتون بکنیم تا کیف کنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام برادران، ساري أحبك في الله. حبك الله، حياك الله. أبو علي من الأحواز. أهلا أبو علي، حياك الله يا شيخ. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. أشكرك على هذه البرامج الطيبة وأنت طيب. الشكر لله، بارك الله فيك. هل ترفع السماعة يصير ولا لا؟ والله أنا لا أستطيع أن أرد من خلال السماعة، لو تتصل علي بعد البرنامج مباشرة إن شاء الله. بعد البرنامج من تنتهي فأنا أتصل عليك يا أخي. طيب أبشر أبشر. يلا في أمان الله. في رعاية الله، في رعاية الله. السلام عليكم، بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من احمد هستم، از سرباز تماس. آقا احمد از سرباز، بفرمایید. من برنامه‌تون رو گوش می‌کردم. احمد آقا، تشکر می‌کنم از کلیپایی که می‌سازید. سلامت باشید. احمد آقا شما از سرباز هستید یا از زابل؟ سرباز. چون در یکی از برنامه تماس گرفته بودید از زابل فرموده بودید، احمد آقا از زابل. نه من تماس نگرفتم، من از سرباز تماس میگیرم خدمت. خدا کنه درست باشه، بفرمایید. خدمت شما هست که تشکر میکنم از این کلیپ‌های جالبی که میسازید و واقعا روشنگری میکنید. من پیروی توضیحاتی که در مورد بیننده عزیزی بود توضیح میدادین راجع به اینکه پرچم رو برداشتیم طوفان و قاطعیت و اینها. آقا احمد نظرتون در مورد این فرمایشات امام خمینی چیه که در کتاباشون درافشانی کردن در مورد ذات الهی، صحابه، امهات المؤمنین؟ ببینید بالاخره ما که عالم نیستیم، این توضیحات و این صحبتایی که در کلیپ بود و شما زحمت کشیده بود این رو استخراج کرده بودید، یعنی در واقع در حیطه تخصصی ما نبود، ولی خب به هر حال آدم این چیزا رو که میبینه دیدش باز میشه، یعنی روشن میشه که واقعا مثلا کسی که عنوان یک رهبر یک جامعه در دست گرفته زمام امور رو چطور بوده و چطور هست. بله، یعنی این حرفایی که ایشون در مورد صحابه و
در مورد امهات المؤمنین میزدن مورد تایید شما نیست؟ نه خیر محکوم از این حرفا. درست. بفرمایید. بله، در رابطه با اینکه خب به هر حال مسلمان یمن یک به هر حال مطالبات می داشتن، مسلمانان دنیا هم به نظر من هر کسی این وقتی که قدرت رو داره میتونه دفاع بکنه از مظلوم باید این کار رو بکنه و خدا رو شکر خادم الحرمین هم این کار رو کردن و از مردم حمایت کردن. من یک شبهه‌ای در ذهنم هست، اونم اینه که مردم یمن اون دیکتاتور سابق یمن علی عبدالله صالح رو سرنگون کردن و در واقع خود آزادی بودن. من یادم هست که علی عبدالله صالح سرنگون شد، ایشون به عربستان فرار کرد و تحت چتر حمایتی اونجا قرار گرفت. بله، در اون زمان علت چیه که در اون زمان کی حکومت میکرد در عربستان سعودی؟ اون موقع فکر می‌کنم ملک عبدالله بودن. الان کی حکومت میکنه؟ جناب ملک سلمان. بله. طبعا سیاست عربستان 180 درجه عوض شده. برادر گرامی، جواب سوالتون رو خودتون دادید. شما میدونید که در کشورهای پادشاهی در کشورهای پادشاهی پادشاه همه کار است، هر چی دلش بخواد تصمیم میگیره، هر کاری دلش بخواد انجام میده. اگر این کاری که انجام داده، احمد آقا، اگر این کاری که ایشون انجام داده که دیکتاتور سابق رو ازش استقبال کرده، همین جمهوری اسلامی که به خاطر انقلاب‌های مردمی جهان عرب کف میزد، میگفت امتداد انقلاب اسلامی است، به همین علی عبدالله صالح کمک کرد. اگر علی عبدالله صالح نوکر عربستان بود، نظام ولایت فقیه چرا به ایشون کمک میکنه؟ تشکر میکنم احمد آقا. میگم گویا تشکر، خودتون پاسخ خودتون رو دادید. نه صبر کنید دیگه، من اتفاقا با خواهش میکنم احمد آقا، این شما یکم برید مطالعه سیاسیتون رو بیشتر بکنید در مورد منطقه و سیاست هایی که وجود داره، فکر کنم براتون بهتره. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق. وصال حق، بفرمایید. کجا ما از شما یاد پرسون شدن. بفرمایید. همین جنگی که در عراق شام رفته سنت، همین جهاد هست یا نه؟ در کجا منظورتان هست؟ عراق و شام. چرا وقتی هر کسی در مقابل ظالم، در مقابل ستمگر، در مقابل متجاوزین و همکارانشون جنگ میکنه جهاد است؟ تشکر از شما برادر عزیز. جهاد هر کسی باشی برادر. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام برادر، خسته نباشید. سلامت باشید. بگم دستمریزا بهتون بگم به خاطر بخش این کلیپا واقعا من خیلی خندیدم. بعد میخواستم بگم وقتی آقای علایاری میگن اونا رو پخش کنید، وقتی آقای علایاری میگن عمر کون داده، این رو پخش میکنیم حتما انشالله که آقای خامنه‌ای چه کار کرده، این رو حتما پخش میکنیم. دوست عزیز هیچ عجله نکنید، من یک تماس دیگه بگیرم الان پخش میکنم که رهبر معظم انقلاب اسلامیتون چی کار کردن. هیچ عجله نداشته باشید. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جوراتی محترم، سعادت خوب است؟ سلامت باشید، الله مطالب ستون کنه، بفرمایید. از افغانستان ما تماس شدیم، سعادت خوب بخیر هستی؟ سلامت باشید، تشکر از شما. برنامه وصال حق هست؟ وصال حق، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. خب ما درباره از این آقای خمینی میگفتیم که بسیار گپ زشت زده بیادر، درباره از این چیزایی که میگه خب بسیار الفاظ کفری است، اشتکایی که مثال شیرخوره باشه اصلا نگفته. چطوری میگه که نزی فهمیده یا جواز یا شهوت یا این چیزایی خب الفاظ کفری است کلش؟ مگر شما در مسلمان بودن به مسلمان بودن اینا اعتقاد دارید؟
بیننده گرامی، مگر شما اعتقاد داشتید که اینا مسلمان هستن؟ بله، یا بیخی اصلا مسلمان نیستن که اصلا این طور میزنن. سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ قلب بنده غوثالدین احمدی از ایران تماس میگیرم. بفرمایید برادر عزیز آقای احمدی. عزیزم خیلی خوشحالم که شما هم تماس کردم. دنیا برای من سلامت باشید، الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. عزیز من در مورد حیات الدین میخواستم صحبت کنم. بفرمایید. اون محلی که ایشون زندگی میکنه من خیلی تبلیغاشون رو گوش کردم و مورد صحبت قاهر این اخبار اختلاف داشتن، نشینیده ولی ندیده بودن، فن نشنیده در داین خوشم دوستایی که شون صحبت میکرد. آقا اون محل مثلا ما باشون میرسیم تبلیغی همون جایی که همون دور اطراف مثلا ولایت میمنه یعنی وحابی میگفتن، یعنی قد برشون میامد. بله. حتی من خود دامادم و من شوهر خواهرم من شبکه وصال حقی گوش میکردم. بله. بعد این وصال حقی که نگاه میکردم مثلا شما را از دین بدر میکنم، این از من از دین بدر میکنم خواست مدت این را برم اینجور میگفتم. من نگاه میکردم بالاخره من خودم باورم واقعیتش ندارم. مثلا میام 3 طبقه بالا اون روزم زنگ زدم راجع به یه چیز صحبت سوال کردم. درست. اون محل لطفاً گوشاشون واز کنه، این خنده های غفلت از گوشاشون بیرون کنه و حالی که میگه همچین مذهب نیست. درست. تشکر از شما، الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید. تشکر از شما، الله متعال حفظتون کنه. زنده باشید. خدا نگهدارتون. من تشکر میکنم از این بیننده عزیز. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شلونك اخي انصاري؟ الحمد لله. احبك في الله. احبك الله يا اخي انصاري. بارك الله فيك. اخي انصاري ان شبكه مصالحات مش محكميه وتششنا ان راسي فيها. الحمد لله. دستتون در نکنه. زنده باشید. اجرتون بده. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. معك علي الاحوال من الاحوال. حياك الله حبيبي، بارك الله فيك. الله يحييك الله يحييك. في امان الله. في امان الله في امان الله. السلام عليكم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. شبکه وصال حق. شبکه وصال حق بفرمایید. مخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. سلام، خوبی آقا انصاری؟ سلامت باشید، بفرمایید. یک تشکر مخواستم از شما بکنم. یعنی یک ماه زنگ مزدم نمیگیرم. یک تشکر مخواستم از شما. تشکر از شما، الله متعال حفظتون کنه برادر عزیز. زنده باشید. زنده باشی، خدا شما رو سرفراز داشته باشه. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. بله سلام علیکم بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت برادران گرامی که در شبکه جهانی وصال حق زحمت میکشن، به خصوص برادر گرامی جناب آقای محمد انصاری. سلامت باشید. زنده باشید. اما بعد بفرمایید. سوزی و فرحسن سوزی و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که جگرگوشه‌های مسلمانان به جای تمسک به اسلام و قرآن و ارتباط سنت تقلید از فرهنگ غرب را افتخار می‌دانند و سران بسیاری از کشورهای اسلامی با اقدامات شرم‌آورشان مایه ننگ دیگران می‌شوند. به هر حال اگر می‌خواهیم در زندگی خود و سایر مسلمانان
تحول بیافزاییم لازم است زیر بنای صحبت و ارتباط با رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم را مستحکم کنیم. ببخشید من یه شعر در مورد همین داشتم، میتونم بخونم؟ بله بفرمایید بفرمایید. ای توی از ذوق و شوق و سوز و درد میشناسی عصر ما با ما چه کرد، عصر ما از ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد، سوز او از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت، زن رمزاد و کلیسا را مرید، پنجه ناموس ما را در برید، دولت اغیار را رحمت شفاز رخصر گردی کلیسا کردم. تشکر از شما، تشکر که این شعر زیبا رو از اقبال لاهوری خوندید. ببخشید من دیروز پرسش پاسخ زدم ولی ارتباط برقرار نشد. حالا میتونم بعد از برنامه با شما حرف بزنم؟ بعد از برنامه به تلفن رابط عمومی زنگ بزنید، انشالله من در خدمتون خواهم بود خواهر گرامی. تشکر از شما. متشکرم از شما. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلامت باشید، الله متلفظتون کنه. تشکر از تماستون. همچنین. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم انصاری. سلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از فرانسه زنگ میزنم. سید محمود هستم. خدا شکر که شما این چیزا رو پخش میکنین. اینا رو به هر زبان اگر لااقل پخش نمیتونید زیرنویس کنین که کل دنیا بفهمه. نیروافزی ها بفهمه. انشالله به زودی به عربی هم انشالله این آماده خواهیم کرد که در وصال عربی پخش بشه و در بقیه شبکه‌ها انشالله. اینجا دوستای ما عربا هستن، اینا اصلا خبر نمیفهمن. بعضیشون میگم که برنامه رو ببینید باور نمیکنن، میگن نه این خبیث فکر میکنن در دنیا در آفریقا و اینجا فکر میکنن که یک عالمی درست بوده. درست من که براشون تعریف میکنم، میگم بیاین شما که عربی رو بلد هستین، میگه کو با فارسی صحبت میکنه. اگر میارم چند تاشون میشونم در خانه ببینن، ولی شانس که فارسی صحبت میکنه نمیفهمن. درست که عربی پخش کنید در چند زبان به انگلیسی انشالله به عربی هم پخش خواهیم کرد انشالله باذن الله. زنده باشید. زیاد گفتن نمیتونم، برای پشت صحنه دوستا همه در کاران سلام عرض میکنم. بیشتر پخش کنین، یک سال یعنی آن ریسکر از زیادتر وقتشو بگیرن که مردم ببینه. انشالله برادر عزیز. تشکر از تماستون. الله متعال. وقتی این چیزا رو همین کلیپا رو اکثریت رایی کنیم، تلفن‌ها که داریم چی وایبر اینا هست رایی کنین که ما برای بعض دوستا خود رایی کنیم. انشالله شما اشتراک بکنید در واتساپ شبکه، انشالله کلیپا رو ما میفرستیم برای بینندگان. ما هستیم، شماره ما هست. الحمدلله. کلیپایی که ما می‌خوایم الحمدلله. کلیپا رو گرایی کنید با صدا و ایناش که مشخص باشه. انشالله. تشکر میکنم. زنده باشید. یا وقتتون نمیگیرم باقی پشت خط زیاد. یک تا زنگ میزنم هیچ جوخ نمیشه. الله متعالستون کنه. عذر ما رو بپذیرید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بفرمایید. انصاری. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. مساء الخير. مساء النور والسرور. بفرمایید. شلونك خويا زين؟ الحمد لله بخير. مرتاح ان شاء الله. الحمد لله. احمد الله واشكره. احبك والله احبك. احبك الله يا اخي، بارك الله فيك. والله احبك يا اخي. احبك اكثر من روحي. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يطول عمرك. روحي فدوتك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. في امان الله. في رعاية الله. في امان الله. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری شما هستید؟ سلامت باشید، بفرمایید. من شیرالی از تاجیکستان هستم. شیرالی برادر عزیز و گرامی بفرمایید. خیلی شما دوست می‌دارم، از برنامه شما خیلی می‌نظر هستم. سلامت باشید. خیلی چند ماه زنگم یکم با شما صحبت دارم. الله متعالستون کنه برادر عزیز، زنده باشید. استاد هم برنامه در تاجیکستان میشود زنده، کدام روز هستم زنده؟
انشالله فردا شب ساعت 10 شب به وقت تاجیکستان انشالله. فردا روز چهارشنبه؟ بله انشالله باذن الله. ساعت چند؟ 10 شب به وقت تاجیکستان، 8 شب به وقت مکه مکرمه. استاد خدا همه شما داره، خدا نگه می‌داره. زنده باشید. خیلی دوست می‌دارم در حق شما. زنده باشید. تشکر از شما. الله مطالب ستون کنه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال. شبکه وصال. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از ایران زنگ میزنید. بفرمایید. شما میخوایی همه مسلمان ها رو جون هم دیگه بندازی، درسته؟ استغفر الله. الو. بله. کسی که مسلمان ها رو به جان هم دیگه انداخت، عزیزم هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن. عزیزم کسی که مسلمان ها رو به جان هم دیگه انداخت خمینی بود که با توهین و اهانت به اصحاب پیامبر و به اهل بیت پیامبر تفرقه و نفاق در بین مسلمان ها انداخت. به همین کلیپی که تو گفتی یا سند دلیل محکمی داری؟ من همه این کتابای خمینی رو اینجا دارم. کدومشو؟ عزیزم یک لحظه من فقط اینجا یک چیز رو نشون بدم که ما وقتی که یک مطلبی رو بیان میکنیم در شبکه آمادگی کامل میگیریم و هیچ مطلبی رو بدون سند و مدرک بیان نمی کنیم. من همینجا تحدی می کنم به همه طرفداران خمینی که هر یک از این مطالبی رو که فکر می کنن که اشتباه هست و دروغ است بیان زنگ بزنن که ما بهشون نشون بدیم. یک لحظه دوستان عزیز نشون بدن این مطلب رو. شما به صفحه تلویزیون نگاه کنید. یک لحظه عزیزم ببینید. مطلب من کلا نگاه کردم. عزیزم نگاه کن. همین که عزیزم شهوترانی با کودک خردسال، این یک چاپ تحریرالوسیله خمینی در صفحه 216. تشکر از دوستان عزیز. اگر گفتن این دروغه، از کتاب منهاج الصالحین در عباداتشون میاریم در مسئله 8. خودت گفتی عزیزم یک لحظه ما اگر که عربیشو قبول ندارید عزیز دل برادر، اگر عربیشو قبول ندارید اینم فارسیش این کتابای خمینیه. عزیزم شما چشم و گوش بسته به این شخص ایمان آوردید؟ نه ما چشم و گوش بسته نیستیم. تو میتونید درباره آمریکا، درباره اسرائیل خطر اینا از آمریکا بیشتره. خطر آمریکا عزیزم کلید کردی به کشور ایران، همش کلید کردی به شیعه ها. خطر اینا از آمریکا بیشتره. من کودک 6 ساله من میدونه که آمریکا دشمن اسلامه. مذاهب دیگر ندارید، فقط شما اینجوریه. شما فقط شبکه رو مختص شیعه ها هم انجام دادی. حرفاتون همه علیه کشورهای مسلمونه. کدوم کشور مسلمان؟ در مقابل اسرائیل. کدوم کشور مسلمان؟ آیا کسی که به همسر پیامبر، به عایشه صدیقه طاهره، به همسر پیامبر بزرگوار اسلام میگه که خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هست، نجس‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هست، این انسان اینو خمینی میگه در کتابش. امکان نداره. آن تو گفتی ما پیداش میکنیم کجا؟ الان یادداشت بکنید. یک لحظه. الان یادداشت بکنید. بفرمایید. این یادداشت بکن. کتاب الطهاره جلد 3 نشون بدید دوستان. کتاب الطهاره جلد 3 تالیف الفقیه المحقق آیت الله العظمی الامام الخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. اینو چاپ کرده در صفحه 457. میگه عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و کسانی که مانند اونا هستند، اینها گرچه ظاهرا نجس نیستن اما خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها میباشن. خودتون نگاه کنید. خب باشه من اینو نگاه میکنم، اینو هم من میبینم، ولی خب من تعجبم که بیشتر حرفاتون بیشتر به ایران، به شیعه هاست، در صورتی که ایران خون از دینی کسی نمیریزه، نه جنگ است، نه کشتار است، نه هر روز دعوا و نمیدونم
با همسایه ها هست. فقط شما اینقدر گندش کردی، اینقدر بزرگش کردی، اینقدر به همه ابلاغ میکنی، تبلیغ میکنی. اینایی که در سوریه دارن مسلمان ها رو میکشن، اینا ایرانی نیستن؟ اینا سپاه قدس شما نیست؟ این قاسم سلیمانی که در عراق داره اهل سنت رو قتل عام میکنه ایرانی نیست؟ نه عجب. سلیمانی این شیعای افغانی رو همه ایرانی‌ها میدونن. چرا از ایران هیچ خبری نیست؟ چرا هیچ که ایرانی‌ها خبر ندارن؟ خب من تشکر میکنم. واقعا خنده‌دار دوستان. دیگه قضاوت رو من به شما میگذارم. بعد سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. سلام بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من خشایار هستم، از تهران زنگ میزنم. بفرمایید. والا این آقایی که الان زنگ زد یه خود اطلاعاتش اگه بالا ببره بد نیست. والا قشنگ همه میدونن کی توهین میکنه، کی همه جا رو به هم ریخته. والا خطر اینا آمریکا حداقل اگه یه جایی رو میزنه حداقل معلومه که کجاست. اینا کل منطقه رو به هم ریختن. سوریه داره آدم میکشه، تو عراق داره آدم میکشه، بعد میگه اینجا تو خود ایران مردم ایران از سال 88 بدبخت بیچاره کردن، آدم کشتن، تجاوز کردن، هزار جور بلا سر مردم آوردن. اون وقت میگن شما دارید به هم میزید. کی داره؟ شما دارید. واقعا اسلامو نابود کردن، رفت تو ایران همه از دین متنفر شدن. اصلا نمیدونم دین چیه، اسم نماز و هر چی میاد فحش و لعنت میدن با کاری که اینا دین رو تو ایران نابود کردن رفت. الله المستعان. ببخشید آقای انصاری وقتتون هم گرفتم. ممنون از برنامه خوبتون. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز از تاجیکستان. بفرمایید. لطفا صدای تلویزیون رو ببندید. ما تاجیکستان هستیم اینجا. ما اکای انصار خطی گپ می‌زنید. بله شما با من گپ میزنید، بفرمایید. خب من خواهش میکنم عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطفا صدای تلویزیون رو ببندن. این که سپاه پاسداران ایران در سوریه داره چه جنایت‌هایی انجام میده، مسلمان‌ها رو قتل عام میکنن و در راستای حفاظت از این دیکتاتور خونخوار سوریه بشار اسد چه فجایعی دارن انجام میدن، همه اینا از اینا بگذریم. زندانی‌های افغانی، شیعیان افغانی رو که در ایران زندان هستن، یا به جرم مواد مخدر یا مسائل اخلاقی هر چی که هست، به اینا میگن خب ما شما را از زندان آزاد میکنیم. یک انگیزه مذهبی هم، خب شیعه هستن، یک انگیزه مذهبی هم به اینا میدن و اینا رو میفرستن به سوریه و برای اینا ماهانه $600 500 تا $600 برای اینا حقوق تعیین میکنن. همین دیروز و نه پریروز تعدادی از اینها دستگیر شدن در یکی از شهرهایی که توسط مجاهدین در سوریه آزاد شد. این کلیپ رو تماشا کنید دوستان، صدا و تصویرش رو پخش کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سخی میرالله هستم، متولد بلخ، کلان شد در برامی. بعد از اونجا وقتی برای دفاع از حرم زینب حضرت زینب علیه السلام آمدیم. بعد گفتن که خرج خانه را میدن، 1,600,000 خرج خانه شد. قضیه پول خرجی سیگرت تجهیزات 2 میلیون میشد. بسیار خوب حرکت کردیم آمدیم که اونجا هم به اصطلاح برای خرجی خانه برای پدر مادرم هم یک مقدار پیسه ماندم که گفتم کار داد دزواره کنن و بگیرن خرجشان شد. از دولت بشار اسد و همچنین فاطمیون تقاضا دارم به اصطلاح با تمام همت کوشش کنن زودتر ما را از اینجا
خلاص کنن ان شاء الله تبادل. من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ من أفغانستان؟ ایران. دارای یک فرزند دختر 2 ساله، یک پسر 1 ساله. بسم الله الرحمن الرحیم. حیدر محمدی افغانستان. از افغانستان آمدیم ایران، از ایران آمدیم سوریه و سوریه پایتختش دمشق. از دمشق چند روز دمشق ماندیم، آمدیم اینجا هجوم آمدیم، ما دستگیر شدیم طرف جبهت مجاهد دستگیر شدیم. حالا اسیر هستیم. ما بچای فاطمیون هستیم، اسم حیدر محمدی. 4 نفر بچای فاطمیون هستیم. ما از فاطمیون تقاضا میکنیم ما را تبادله کند و از بشار و اسد هم میخواهیم به زودترین وقت تبادله کند. فاطمیون هم میخواهیم به زودترین وقت ما را تبادله کند و اینها هم میخواهد با اسیرایی که پیش بشار اسد هست از این جبهه میخواهد با ما تبادله کند. از شما خواهش میکنیم فاطمیون، بشار اسد، جبهه فاطمیون، دولت بشار اسد، حزب الله، الجیش سوریه ما را تبادله کنه و زودترین وقت. ما 4 نفر اینجا اسیر هستیم. بله، طرف داره عربی مثلا صحبت میکنه. اینها رو سپاه پاسداران ایران و حزب الله از افغانستان به بهانه دفاع از قبر حضرت زینب میفرستند به جنگ ملت سوریه که ملت سوریه را قتل عام بکنن. این یک گوشی از جنایت های دولت ایران است که این عزیزمون کلا در خواب خرگوش بودن و اطلاع نداشتن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما شبتون بخیر. خوبی برادر بزرگوارم؟ زنده باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ احمد هستم. احمد آقا بفرمایید. احمد هستم. بفرمایید. خوبی شما؟ زنده باشید. ببخشید این چند مدت نتونستیم، گرفتار بودیم، گرفتارمون کردن. خدا گرفتارشون کنه. ماهتون آمین. تماس بگیرید. آمین. 6-7 ماهی که از زیارت کردن بعد نشستن استامت‌های مبارک شما دیگه شبکه‌ها محروم بودیم. خلاصه ببخشید. الله متعال حفظتون کنه. تقاضا و تمنا را داریم از آقایونی که گرفتار میکنن مردم، حداقل به این فکر بیفتن که آیا از بین بردن حق خدا، کلام خدا راه درست میگیرن. ما را هم مثل افغانیان نگاه کنن، نه دیگه مثل کسای دیگه. به چشم ایرانی نگاه نکنن، به چشم افغانی نگاه کنن. به همین قانه. ممنون از برنامه. تشکر از شما احمد آقا. الله متعال حفظتون کنه و به شما صبر و ثبات نصیب بکنه. زنده باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید. سلامت باشید. حال شما خوب الحمدلله. زنده باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا؟ عبدالله هستم از آذربایجان. آقا عبدالله از آذربایجان، بفرمایید برادر عزیز. ببین عزیز من، اینا مذهبشون از دروغ تشکیل شده. به خدا این آیه قرآنی بیاری آب بکنی بریزی تو دهنشون، از لای بغل لبشون بیاد پایین، مرکبش بیاد پایین، چون مذهبشون دروغه، خودشون دروغگویان، حقیقت قبول نمی کنن. علنا شما در این نشون میدین که آقای سپاه پاسداران اینا را میفرسته برای آدم کشی تو سوریه. ما همه تو علنا زنده داریم میبینیم. بلا نسبت این مرد که احمق که اونجا نشسته در ایراد بگیری، یعنی اینه نمیبینه. الله المستعان. اما این نیز خودشون دروغگویان، خیال میکنه مردم تو بابا مگه نمیگن دروغگو دشمن خداست؟ اگه دروغگو دشمن خداست، شما چه مسلمانی هستی؟ الله المستعان. کی مسلمان دشمن خدا بوده؟ کی مسلمان خدایی نکرده؟
بی‌تربیتی از دهنش در اومده نسبت به مذهب، نسبت به دین، نسبت به آیین. آخه اینا شعور ندارن به پیغمبر. این آدم نمیدونه چی بگه. الله المستعان. موندیم، واقعا موندیم، نمیدونیم این چجوری اینا رو حالی کنیم. فقط من از درگاه متعال درخواست میکنم که همیشه سعی و سلامت باشین، سلامت باشین، که بتونین لااقل چند نفر بیاد در روز در ماه از اینا رو برای راست دایر بکنیم. آمین. امیدوارم به حق خدای بزرگوار که خدا رحم کنه هر چیز زودتر تو دل اینا به اندازه که اینا زودتر برای راست هدایت بشن و بیشتر از این دیگه خون ریخته نشه. آمین آمین. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. قربونت برم، ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من از افغانستان شهرنا نیمروز میزنم. بسم الله. بسم الله جان، از نیمروز بفرمایید. ما بلوچی آورده یا فارسی آورده؟ جان؟ بلوچی صحبت بکنیم یا فارسی؟ اگر فارسی صحبت بکنید، چون بینندگان ما بیشتر فارس هستن، متوجه صحبت شما بشن برادر عزیز. ما کلمه دیگه نداریم، از شیعه ایران میدیم، اما اصلا آدم فهمیده ای نیستن اینا. خدا هر چیز بینا بگیم اصلا عقلی ندارن. به خاطر این زنگ گفتم انشاءالله شما را الله پاک شما را خیر بکنه. برنامه درست شده، خیلی راضیم از شما. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز. ما این شب خیلی خوشحال شدم که زنگ زدم. خدا حافظ. زنده باشید، خدا نگهدارتون. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وحید هستم از مشهد تماس میگیرم. وحید جان از مشهد، بفرمایید برادر عزیز. یک مذاکره مختصری می‌خواستم بکنم. اینه که الله سبحانه و تعالی من شما رو برای چی به دنیا آورده؟ برای عبادت. اینه که الله سبحانه و تعالی برای عبادت خودش. هر نبی را الله سبحانه و تعالی در دنیا مبعوث کرد به خاطر اینکه انسان‌ها را به طرف الله سبحانه و تعالی دعوت بده. هر نبی که میامد دعوت بود لا اله الا الله. نه اینکه مخلوق تعریف نکردن، لیکن در جامعه ایران امروز فقط از هر چیزی تعریف میشه الا جز اون چیزی که باید تعریف بکنه از الله. درست. اینه که در سوریه نگاه کنید، واقعا دیشب یک شبکه عربی رو نگاه میکردم، یک بچه 3-4 ساله دستش قطع شده بود، به خدا گریه اشک آدم در میاد وقتی اونو میبینه که اکثر پدر مادرش صدا میکرد. یعنی یک کمی وجدان داشته باشه، نگاه کنن که الله سبحانه تعالی میگه یک قطره خون انسان مسلمان بیگناه بریزی از هر چیز کبیرایی الله سبحانه تعالی قیمتش بالاتره. چقدر طفل معصوم در روز در قتل عام میکنن و یک ذره وجدان داشته باشن. اینه که این بلایی که در سوریه به سر بچه های طفل معصومی آوردن، اینه که انشالله مطمئن باشه سر بچه های خودشون میارن. انشاءالله. از دیگه اینا دارم التماس دعا. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. اینا رو فرستادن که از قبر حضرت زینب حمایت بکنن. قبر حضرت زینب کجاست و اینها در کجا دستگیر میشن؟ دوستان این کلیپ رو نگاه بکنن. الله اکبر الله اکبر. اسرع عصابات قاسم سليماني. الله اکبر. كلب ايراني. الله اکبر. اینا اسیران ایرانی و افغانی هستند که در سوریه توسط مجاهدین در یکی از جنگ‌ها دارن دستگیر میشن. از بین مناطقی است در نزدیک ادلب که این افراد در اونجا دستگیر شدن. ادامه کلیپ رو با هم ببینیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اسرى الايرانيين. هذا هو الفارس المجوسي. الله اکبر. الله اكبر. فرقة فجر الاسلام اسر عصابات الحرس الثوري الايراني وحزب الله. الله اكبر.
الله اكبر. هذا هو الكوري. طلع كاميرا ولا حد كاميرا. هذا هو المجوسي الكوري. الله اكبر. ولا حد يقرب على التلفزيون. يلا. الله اكبر. اثر عصابات ايران وحزب الله. الله اكبر. الله اكبر. يا سعد فرقة فجر الإسلام. حدا يذبح ولا حدا يذبح. الله والصلاة على رسول الله. السجن فضل من رب العالمين. الله أكبر. فرقة فجر الإسلام. الله أكبر. بالاشتراك مع الفصائل الأخرى. كوريين. الله أكبر. وصينيين ومن أفغانستان وحزب الله. الله أكبر. لا جاء سوريا ولا الله أكبر. لا جاء هذا الأولاد. لا جاء هذا الأولاد حيوان. الله أكبر. أبطال حوران. الله أكبر. تكبير تكبير. الله أكبر. الله أكبر. اینا تعدادی از افراد سپاه پاسداران و شیای افغانی بودند که در جنگ‌های دیروز پریروز در سوریه دستگیر شدند و سرنوشت کسانی که این رژیم جنایتکار آخوندی میفرسته برای قتل عام کودکان و زنان و پیرمردان سوری عاقبتشون اینگونه خواهد بود، یا رسوایی و اسارت و اعدام به دست مجاهدین، یا اینکه عذاب دردناک الله سبحانه و تعالی که در آخرت منتظر اینا خواهد بود. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالقادر هستم، استاد محترم از افغانستان. بفرمایید برادر گرامی. زنده باشید استاد. اولا این کلیپ هایی که بسلامی فعلا نشان دادید از سفیران افغانی، خودی قصه خودم به رئیس یک افغان احساس شرم میکنم، اما به نظر ما استاد رئیس افغانی روی جان نگذارید، چون که واقعا اینا رو ما به صفت افغان قبول نمیکنیم، به صفت منافق قبول میکنیم اینا رو. بسیار خوشحالم هستم استاد که اینا اسیر میشم و اون کلیپ قبلی که نشان دادید که لشکر فاطمیه یا چیزی گفت بله. و خواهان تبادله بود و نظر من اگه اینها تبادله نشه یه دفعه استاد اینها میرن در لشکر زینبی باز دوباره سری کارو میکنن. درست. درست. این که بدبخت ها بیچاره‌ای هستن که نه دنیا رو دارن نه آخرت رو، یک مش بدبخت استاد که ناخواسته بی جنگا میرن. درست. به هر حال استاد گفت دیگه ندارم، فقط همین خواستم که نام افغان بودم، واقعا شرم است بینا، ننگ است بینا، اینا رو منافق تبادله میگم. درست. شما. درست. تشکر از شما. الله مطالب ستون کنه. تشکر. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وصال حق. وصال حق. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من محمد هستم، از اصفهان زنگ میزنم. آقا محمد از اصفهان، بفرمایید. آقای انصاری سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری من تا این باری اوله که من شما را با شما صحبت میکنم موفق شدم که یه همه یه سال که از پشت سر هم من شبکه شما را نگاه میکنم، اما این باری اول بود که امشب موفق شدم به لطف خداوند که ما بتونم صحبت کنم. تشکر از شما برادر عزیز محمد جان از اصفهان. آقای انصاری من مهاجر افغان هستم. شما این تصاویری که اینا رو نشون دادین اینا خیلی کار خوبی کردین. شما اینا رو پیشتر نشون بدین، پیشتر پخش کنین که این مردم این مهاجر افغانی توی ایران هستن، تو افغانستان اینا رو ببینن. درست. یه عبرت برایشون بشن دیگه، گل مردم گل چی بگم گل کسی نخورن. درست. تشکر محمد جان. انشالله ما در مناسبت‌های مختلف این کلیپ ها رو پخش خواهیم کرد. تشکر از تماس شما. آره اینا پیشتر پخش کنید تا بدونن که واقعیت این حرف این درست است، دروغ نیست، شاید نیست.
درست. ما هرچی اینجا با برادرای حل تشیعیمون میگیم به برادرای هزاریمون، بهشون میگم که شما تو جنگ عراق یا سوریه چیکار میکنین؟ به شما چی؟ اصلا ما تو افغانستان با شما چی اختلاف داریم؟ اصلا تو افغانستان ما شیعه و سنی نداریم، اما شما چرا میان اینجا ذاتتون اسمتون طایفتون خراب میکنین؟ درست. تشکر از شما. اما شما اینو پیشتر پخش کنین. ممنون. زنده باشین. زنده باشید. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم استاد. علیکم السلام. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ عبدالکریم هستم، از ترکیه زنگ میزنم. آقای عبدالکریم از ترکیه، بفرمایید. در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم آقا عبدالکریم اگر صحبتی دارید میشنویم. میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون. ما خیلی شما رو دوست داریم. سلامت باشید. تشکر. از بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شبکه وصال حق. وصال حق، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از خوزستان. آقای؟ الو عبدالله از خوزستان. آقا عبدالله از خوزستان، بفرمایید برادر عزیز. بخشید من بعضی از کلیپ ها رو تازه مشاهده کردم، یک تعلیقی دارم در مورد این کلیپ ها. بفرمایید. این هست که از نظر ما ناصبی اونی که دشمنی داره با اهل بیت و فرق داره با اهل سنت. ما اهل سنت رو برادر اسلامی خودمون میدونیم، یعنی حکم طهارت ازدواج رو جایز میدونیم با برادران اهل سنت. بله. نظر شما از نواسب آقا عبدالله عزیز، به نظر شما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناصبی بود یا سنی بود؟ نه، یکی از اهل سنت هست، از اهل سنت میدانیم. راست میگید؟ بله از اهل سنت میدانیم ما. خب این دوستان نشون بدن. الانوار النعمانیه از سید نعمت الله جزائری، یکی از علما و استوانه های دین شما که نعمت الله جزائری رو برداری چیزی به اسم تشیع نمیمونه. در جلد دوم در صفحه 211 میگه که ان الائمه و خواصهم اطلقوا لفظ الناصبی علی ابی حنیفه و امثاله مع ان الابا حنیفه لم یکن ممن نسب العداوه لاهل البیت. حرف شما رو قبول کنم احمد آقا یا حرف سید نعمت الله جزائری رو؟ جناب آقای انصاری، آقای نعمت الله جزائری از شیعیان اخباری هستند. این نظر ایشون هست، به عنوان یکی از علمای شیعه هست، نظر خاص ایشون هست. ولی عموم اهل تشیع الان فقهای ما، مراجع تقلید ما میگن که اهل سنت برادران ما هستند، منتها ناصبی اونایی که دشمنی دارن. ولی یک آقا عبدالله بزرگوار، آقا عبدالله، سید نعمت الله جزائری به جهنم، این اخباری است. حر آملی هم اخباریه؟ نه خیر. خب حر آملی رو نگاه کنید، وسایل شیعه الی تحصیل المسائل الشریعه، این کتابش، اینم صفحه دوم جلد سوم، اینم صفحه 744. اینجا از ابی عبدالله روایت میکنه لیس الناصب من نسب لنا اهل البيت لانك لا تجد احدا يقول ان انا ابغض محمدا و آل محمد ولكن الناصب من نسب لكم وهو يعلم انكم تولون وانكم من شيعتنا. و در صفحه بعدی در اینجا میگه که خود مال ناصب حینما وجدته و ادفع لنا الخمس، مال ناصب و هر جا که پیدا کردی بگیر و خمسشو برای ما بفرست. در صفحه بعدی چی میگه؟ کتب الله کتب الیه، برای امام نوشتن که
علی ابن محمد که اسأله عن الناصب هل احتاج فی امتحانه الى اکثر من تقدیمه الجبت و الطاغوت، برای ناصبی این که جبت و طاغوت یعنی ابوبکر و عمر رو تقدیم می‌دارن، یعنی اونها رو برتر از علی می‌دانند و اعتقاد امامتهما و اعتقاد به امامت اونا دارند، بیشتر از این میشه امتحانشان کرد. فرجع الجواب من کان علی هذا فهو الناصب، کسی که اینطوری باشه ناصبی است. جناب آقای انصاری، بیشتر روایاتی که اینها رو ذکر کردن مقصود ناصبی حربی هست که با ائمه در جنگ بودند. حالا من یک نقطه رو عزیزم آقای محترم، یک لحظه دلیل در کجا گفته اینا میگه که حالا من یک تعلیقی میدم جناب آقای انصاری، بعد برمیگردم به موضوع هم اینه که امام خمینی رحمت الله علیه گفتن که جناب آقای طلحه و زبیر و عایشه رو ما به عنوان نجس نمیدانیم، درسته یا نه؟ ما عموم اهل شیعه اینو میگن که چون آقای طلحه و زبیر و عایشه و معاویه با امام علی جنگی کردن، یعنی علیه امام زمانشون جنگ کردن. خود اهل سنت هم در یکی از کتب صحاح اهل سنت صحاح سته میفرماید که آقای محترم من این صفحه کتاب خمینی رو جلوی شما باز میکنم، دوستان نشون بدن، شما ترجمه کنید، خدا وکیلی به فارسی دقیق ترجمه کنید. بفرمایید. بفرمایید. این صفحه کتاب الطهاره است، مال خمینی، ترجمه کنید. بله. واما سائر الطوائف من النواصب، يعني منزورش من النصاب بل الخوارج قل دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية، منظور عایشه و زبیر و طلحه در جنگ جمل و معاویه در جنگ صفین. خب میگه او نصب احد عداوه له او لاحد من الائمه لا بعنوان التدين، لا بعنوان ديني، بل لعداوه قريش او بني هاشم او العرب او لاجل كونه قاتل ولده او ابيه او غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منه نجاسه ظاهريه، نجاسه ظاهری ندارند. و این كانوا اخبث من الكلاب والخنازير. بله جناب آقای انصاری، از نظر عقیده ما هر کسی که با امام علی علیه السلام جنگ کرد، قیام کرد، بله به عنوان، حتی اهل سنت هم روایت دارن. نه تهمت به اهل سنت نزنید، تهمت به اهل سنت نزنید، یک لحظه، تهمت به اهل سنت نزنید، اینو دقیق ترجمه کنید. ان كانوا اخبث من الكلاب والخنازير، در حالی که خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هستند. این حرف خمینی است، درسته؟ بله حرف ما هم هست، حرف شما هم هست. آیا یک لحظه آیا علی اینو گفته؟ بفهم. علی گفته که عایشه، علی گفته که جنگ کرد. عزیزم جنگ کرد چیز دیگه است. ما نمیریم رو قضیه جنگ، این بحث مفصل خودشو داره. الان آقا عبدالله بزرگوار، شما از صحبتاتون معلوم میشه که عالم دین هستید و عربی هم خوب بلدید بخونید. عزیز دل برادر، شما الان در این حرفی که خمینی گفته، آیا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این رو گفته که عایشه از سگ و خوک هم نجستر است علیاذ بالله؟ نه جناب آقای انصاری. پس کی گفته اینو؟ حضرت علی. جناب آقای انصاری، ما تمییز بین قاتل و مقتول رو داریم، بین ظالم و مظلوم رو تمییز میکنیم. چند هزار نفر در جنگ جمل کشته شدند. آقای محترم اون رو بحث نرید. من قضیه قاتل مقتول کی بر حق بوده کی بر باطل بوده اینو همه اجماع دارن که حضرت علی هم در صفین هم در جمل بر حق بوده. مسئله حق و باطل نیست، مسئله توهین به شخصیت است، توهین به همسر پیامبر که میگه که خبیث‌تر از سگ و خوک است. این توهین رو خمینی کرده. به چه دلیل این توهین رو کرده؟ جناب آقای انصاری،
خود قرآن یعنی در آیاتی مطرح کرده اونایی که با خداوند و رسول دشمنی میکنند. کی با خدا و رسول دشمنی کرده؟ قیام علیه امام زمان، علیه امام شرعی، همون به عنوان خب امام شرعی حضرت علی در روایات خودتون هم دارید که اومدن پیشش، من میخواید نشون میدم، اومدن گفتن یا علی هل نکفرهم؟ قال من الكفر فروا، از کفر فرار کردن. گفت هل توهین بکنیم، لعنشون بکنیم؟ گفت نه، اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردن. خمینی میاد میگه که اخبث من الکلاب و الخنازیر، من حرف علی رو قبول کنم یا حرف خمینی رو؟ جواب من رو بدید آقا عبدالله. جناب آقای انصاری، مقتضیات زمان در آن زمان حضرت علی صلاح دیدن که سکوت بکنند چندین سال و به خاطر حفظ نظام اسلامی، حفظ حکومت اسلامی، اسلام پیش بره، حضرت علی از کلمات تندی استفاده نکردن. بله کمک کردن در بعضی از جاها، حسنین رو فرستادن در بعضی از فتوحات رو کمک کردن. آقای محترم حاشیه نرید جناب آقا، حاشیه نرید جناب آخوند. ببینید میگم علی گفت اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردن. علی مخالفین خودشو در جمل و صفین اخواننا یعنی چی؟ برادران ما. خمینی میگه اخبث من الکلاب و الخنازیر. در اینجا یا علی دروغ میگه یا خمینی دروغ میگه، یکی اینا دروغ میگن. به نظر شما کدومش دروغ میگه؟ هیچ یک جناب آقای انصاری، این منظور اخبث من الکلاب و الخنازیر یعنی رفتار به کردارشون، اخلاقیاتشون، اخلاقی که اون مطرح شما رو به خدا کسی به همسر پیامبر میگه که خبیث‌تر از سگ و خوک است؟ علی اینو گفته بود؟ اگر گفته در کجا گفته؟ بله جناب آقای، نه خود قرآن در مورد زن حضرت هود و صالح چه گفته؟ زن هود و صالح بالای اونها عذاب خداوند بارید. زن لوط ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط. اینها زن لوط چی شد؟ گرفتار عذاب سنگ‌های آتشین که از آسمان بارید و زن نوح هم غرق شد. عایشه چی شد؟ چرا این الکی دارید به اون مثال میزنید؟ آقای محترم من میگم علی میگه که اخواننا بغوا علینا، شما میگید اخبث من الکلاب و الخنازیر. کی راست میگه در این وسط؟ کی دروغ میگه؟ جناب آقای انصاری ببینید، من مطرح کردم این خود کلیپ هایی را که شما یعنی ظاهر این امر نبوده، کلیپ هایی که امشب شما مطرح کردید در مورد آیت الله خمینی، یکی این بود که در مورد طلحه و زبیر و عایشه بود، درسته؟ یکی هم در مورد آقای عمر بود، حدیث قرطاس فکر کنم. درست. آقای محترم من در اینجا جواب من تا حالا نگرفتم. علی در بهار الانوار در کتابای مختلف شما روایت شده که حضرت علی به مخالفینش میگفت اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردن. شما و خمینی معتقد بر این هستید که اونا از سگها و خوکها نجستر بودن. علی در کجا گفته این حرف رو؟ لطفا به من بگید، بعد میریم رو موضوعات بعدی. منظور از برادران ما، نه برادران یعنی از این امت مسلمان، از این امت اسلامی. آقا عبدالله مردم چی فکر کردید شما؟ مردم چی فکر کردید؟ آقا عبدالله جناب آخوند مردم چی فکر کردید؟ بغوا علینا معنی چیه جناب آقای انصاری؟ خود شما بگید. بغوا علینا اخواننا بغوا علینا و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. یعنی چی؟ اگر دو گروه از مؤمنین با هم دیگه چیکار کردن؟ جنگیدن. به سبب چی جنگیدن؟ به سبب بغاوت یک گروه بر ضد دیگر گروه. فقاتلوا التي تبغي. در سوره حجرات میگه شما اون گروهی که بغاوت کرده با اون بجنگید. آقای محترم سوال من واضح است. قرآن آقای محترم جواب من رو بده. حضرت علی میگه اخواننا بغوا علینا. علی عالم به قرآن بود، میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. دو گروه مؤمنین با هم دیگه در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی میگه فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء لامر الله. بجنگید با اون گروهی که بغاوت میکنه تا اینکه تسلیم امر خدا بشه. حضرت علی به این آیه عمل کرد و اینا دو گروه مؤمنی بودن که با هم دیگه جنگیدن بر اساس اجتهاد و حضرت علی بر حق بود. علی نگفته که اینا خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هستن. اگر گفته در کجا گفته؟
جناب آقای انصاری، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهما، آیا صحابه اشداء علی الکفار بودن یا بودن و رحما بینهم بودن؟ حضرت علی بعد از یک لحظه جواب تو همین الان نقد بگیر. شما فرار میکنی از جواب دادن به من نقد جواب تو میدم. حضرت علی بعد از اینکه در جنگ جمل حضرت علی پیروز شد و منافقین این جنگ رو به راه انداخته بودند و بین دو گروه مسلمان فتنه ایجاد کردن، حضرت علی رفت پیش حضرت عایشه، پیش شتر حضرت عایشه، گفت ای کاش مرده بودم و این روز رو نمیدیدم. حضرت عایشه هم همین حرف رو زد. در کتابای خودتون اومده. حضرت علی حضرت عایشه رو یک لحظه، حضرت علی حضرت عایشه رو با عزت و با تکریم توسط یکی از سربازان خودش فرستاد به مدینه. نه بهش توهین کرد، نه مالش رو غنیمت گرفت، نه کنیز گرفت. طرفدارانش اومدن گفتن ای علی این چه وضعشه؟ تو با اینا جنگیدی، نه غنیمت گرفتی نه کنیز گرفتی. گفت که برید مادرتون عایشه رو کنیز بگیرید اگر میخواهید، برید مالش و جواهراتش رو بگیرید اگر میخواهید غنیمت بگیرید. این رحما بینهم اینجا بود. علی الرغم این که اجتهاد کردن، با هم جنگیدن، اما هیچ وقت با هم دیگه اونطوری که با کفار رفتار میکنن نکردن. شما جواب سوال من رو بده جناب آخوند و فرار نکن. آقای محترم، هزاران نفر کشته شدن. آقای کشته میشن در جنگ شیرینی تقسیم نمیکنن، در جنگ شیرینی تقسیم نمیکنن، هزاران نفر کشته میشن. جواب من رو بده. الله سبحانه و تعالی. آقای محترم یک سوال آخر من میپرسم و قطع میکنم اگر جواب ندادید. حضرت علی در کجا گفته که عایشه و طلحه و زبیر از سگها و خوکها هم نجستر هستند؟ اینو نگفتن آقای انصاری. پس غلط کرده که خمینی گفته. نه اینطور هم نیست. شما مضمون و مفاهیم رو شما تفسیر نمی کنید، مقوله ها رو. آقا شما آخرین کسایی باشید در تفسیر صحبت کنید. تفسیر شما چیه مگه؟ علی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. بعوضه پشه یعنی علی، فما فوقها یعنی رسول الله. شما تفسیر دارید اصلا؟ خجالت نمیکشید در تفسیر قرآن صحبت میکنید؟ مرج البحرین یلتقیان، علی و فاطمه با هم یک جا شدن. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن و حسین از اون خارج شدن. این تفسیره؟ دابة الارض، حیوانی که از زمین خارج میشه یعنی علی. این تفسیره؟ شما تفسیر دارید اصلا؟ قد رفت تفسیر. من خندم میگیره، اعصاب آدم خورد میشه وقتی که شیعه بیاد از تفسیر صحبت بکنه. برید تفاسیرتون رو بخونید تا خجالت بکشید از قرآن و از تفسیرتون. یک کسی نشون بدید در بین مفسرین شیعه که تفسیر قرآن داشته باشه، چیزای براتون بگه. ان عدت الشهور عند الله 12 ماها، تعداد ماها در نزد الله سبحانه و تعالی 12 ماه است. میگه یعنی 12 امام. و منها 4 حرم، این 4 تاش که حرام است. کی است این 4 تا امام حرامزاده؟ توهین به اماما، توهین به اهل بیت پیامبر. خودشون میمونن در تفاسیر خودشون. 12 ماهی که در قرآن ذکر شده این حضرت علی است تا حضرت مهدی. خب این 4 تا حرامش کدوم است؟ تفسیر. من تعجب میکنم شیعه بیاد از تفسیر صحبت بکنه. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام، خسته باشید. سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من بهنام هستم، از ایران زنگ میزنم. آقای بهنام بفرمایید. جناب انصاری، دارم با انصاری صحبت میکنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. بسیار خوب. آقای انصاری، من میدونم اون چیزی که تفسیر رو کلا قبول ندارم. به نظر من اون چیزی که تو قرآن هست همونیه که تو قرآن هست، دیگه نیاز به تفسیر نیست. بعدش هست تفسیر. آقا بهنام عزیز، قرآن بر کی نازل شده بود؟ بر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پس بهترین مفسر قرآن سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، نه اینکه من بیام از هوا و هوس خودم قرآن رو تفسیر بکنم. درسته. من هم همین عقیده رو دارم. من یه چیزی می‌خواستم خدمت شما عرض کنم، اجازه میدید؟ بفرمایید. جناب انصاری بفرمایید. آقا می‌خواستم ببینم ماها تو ایران حق داریم به اون چیزی که فکر میکنیم عقیده داریم از لحاظ دینی معنوی اعتقاد داشته باشیم و مناسکش رو به جا بیاریم؟ چرا نه؟ هر انسان آزاده. بسیار خوب. آقا شما که میگید شیعه همه کافرن، از نظر شما نه کی گفته؟
نه خب ببینید آقا راستش هم که بخواید واقعیت اینه که اونی که پیغمبر گفته، اونی که تو حجاز اتفاق افتاده با اونی که تو ایران میگن دو تاست، متفاوته. درست؟ من خودم شیعه زاده هستم. ولی میخوام بگم اگر از نظر شما، از نظر دین اسلام، از نظر قرآن، اونی که به قرآن عمل نکنه و به صحابه توهین کنه کافر و از این خارج شده است، پس خب خیلی از ایرانی‌ها از این خارج شدن. پس اینا میخوان یه دین جدید واسه خودشون انتخاب کنن، درست؟ دین آبا و اجدادشون. مثلا زرتشتی بشن. ببینید آقا بهنام جانم. الله سبحانه و تعالی در همین قرآن میگه لا اکراه فی الدین. در دین هیچ زور و اجباری نیست. شما هر چی میخوای باش، المهم آزاده باش. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم چی میگه؟ یا ایها الناس، ای انسان ها. نگفته ای مسلمان ها، نگفته ای مؤمنین، ای کسانی که به محمد صلی الله علیه و سلم اعتقاد دارید، گفته ای انسان ها. انا خلقناکم من ذکر و انثی. ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم. و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا. شما را قوم قبیله زبان ساختیم تا که شما هم دیگر رو بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بله، ولکن قومی بلند میشن امروز، مثلا خمینی. اگر خمینی به صحابه و همسران پیامبر که مقدسات درجه یک ما هستند بعد از الله و رسولش توهین نمی‌کرد، من امروز به خمینی کار نداشتم. خدا کنه در اسفل السافلین قعر جهنم با فرعون و هامان اونجا بسوزه، به من اصلا ربطی نداره. اما وقتی میاد به مقدسات من توهین میکنه، من الله سبحانه و تعالی به من حق داده که جوابشو بدم. بسیار اجازه میدید من چیز خدمتتون عرض کنم؟ جانم بفرمایید. اولا توهین به هر کسی، به هر انسانی کار بسیار اشتباه، ناپسندی و به دور از جوانمردی و ادب. درست. اون چیزی که توهین. خواستم یه چیز خدمتتون عرض کنم. آقا شما مسلمان‌ها یک اختلافات تاریخی دارید. خب به شما مسلمان‌ها ربط داره و اعراب. آیا تا حالا شده شما بحث‌های تاریخی که مربوط به تاریخ ایرانه، تاریخ قبل از اسلام، تاریخ چند هزار ساله، بیاید همچین برنامه‌ای دربارش بحث کنید و بی خود به جان هم بیفتن چندین میلیون آدم سر یه چیزی که قبلا اتفاق افتاده کشته بشن؟ ما با تاریخ قبل از ایران مشکلی نداریم آقا بهنام که به اون تاریخ بپردازیم. مثلا تاریخ زرتشت، تا حالا آخه چه من هیچ مشکلی نداریم. بالعکس مثلا تعالیم اخلاقی دین زرتشت همه در اسلام است و اسلام اون رو تایید میکنه. میگه مثلا گفتار نیک، من یک نمونه شو زرتشت گفته گفتار نیک، حرف خوب بزنید. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه و قولوا للناس حسنا، با مردم گفتار خوب داشته باشید. پس شما اینو قبول دارید؟ من میگم همه خوبی ها در هر دین، در هر مذهب، در هر عقیده، در هر ایدئولوژی است، من قبول دارم، احترام میگذارم. یکی از اساسیات حقوق انسان در اسلام این است که ما به نوع بشر احترام بگذاریم. حالا هر دین و مذهبی میخواد داشته باشه. در تاریخ اسلام وجود یهود در فلسطین، وجود مسیحی در اردن، در لبنان، در ایران، در عراق، در کشورهای مختلف، دلیل این است که اسلام هیچ وقت کسی رو مجبور به ترک دین نکرده، حتی ایرانی‌ها. هر کس میگه که ایرانی‌ها رو مجبور به ترک دین کردن اعراب یا مسلمان ها دروغ میگه، داره تاریخ رو تعریف میکنه. شما آیت اجازه بدید منم هم بفرمایید. شما تاریخ طبری رو قبول دارید؟ می‌پذیرید که تاریخ صحیح و بزرگترین معتبرترین تاریخ؟ نه، کی گفته تاریخ صحیح است؟ خود طبری در مقدمه که تفسیرش میگه که من همه روایت ها رو جمع کردم، شما برید بررسی بکنید، صحیحش رو بگیرید، دروغش رو بندازید به سطل زباله. کی گفته که همش صحیحه؟ حالا کار با تاریخ نداره، مسائلی که امروز اتفاق میفتن. من تشکر میکنم آقا بهنام، وقت برنامه به پایان رسیده، خواهش میکنم در نیم دقیقه خلاصه کنید. خلاصه من اینو میخوام بگم. اولا درست، من میدونم شیعه با اون چیزی که قبلا بوده که به اسم اسلام اومده تفاوت داره، اینو خوب میدونم. میخوام اینو بگم، شماها آیا سر این مسئله قدیمی رو دارین نقش قبل میکنید و شاید از تو این یه حادثه رخ بده میلیون ها نفر کشته بشن، آیا انصاف، آیا پیغمبر شما قبول داره؟ نه. اگه زنده بودن امامان، پیغمبرها اینو میپذیرفتن که سر این مسئله تاریخی بیان چندین ما داریم همینو میگیم. بیفتیم به جان هم اروپا هم. آقای محترم، این اتفاق افتاده و شیعه این کارو کرده. امروز در عراق، در سوریه، در لبنان. شما این کارو نکنید، تو رو خدا این کارو ما نمیکنیم.
ما پیام ما از روزی که این شبکه تأسیس شده تا امروز اینه که یا ایها الناس، ای برادر و خواهر شیعه، من تو رو به عنوان برادر مسلمان خود میدانم، به مقدسات ما توهین نکن. اینم دلایلش. تو برادر من هستی، من با تو دشمنی ندارم. این پیام وصال حق بوده از روز اول تا الان. یک نمونه از توهین به عموم شیعیان از ما شما دارید از الان شما دارید از داعش دفاع میکنید یه جورایی. آقا داعش کار غلط کرده. هر کس از داعش دفاع کرده. کی از داعش دفاع کرده؟ برادر عزیز، شما به عنوان یک انسان عاقل، من از جهاد دفاع میکنم. جهاد رکن دین من است. جهاد قله سلام اسلام است. معقوله کاری ندارم معقوله جهاد. این الان دارن افتادن. تشکر میکنم آقا بهنام عزیز. من نمیخواستم صداتون رو قطع بکنم، مجبورم چون از اتاق فرمان اطلاع دادن 2 دقیقه مونده. من 2 مطلب رو قرار است اینجا نشون بدم. بهارالانوار دوستان ببینن. این بهارالانوار هست. این الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار از ملا باقر مجلسی در صفحه 324: ان علیا لم یکن ینسب احدا من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق. علی کسی از کسانی که با او جنگیدن رو به شرک یا به نفاق نسبت نمیداد، ولکنه کان یقول هم اخواننا بغوا علینا. اینها برادران ما هستند که بر علیه ما بغاوت کردند. همین مطلب در صفحه 328 هم اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردند. بعد اینجا میگه که لقولی صلی الله علیه و سلم لعمار تقتلک الفئه الباغیه و قد قتل یوم صفین. عمار در روز صفین به شهادت رسید به دست اهل شام و علی رضی الله عنه گفته بود که اخواننا بغوا علینا، برادران ما که بر علیه ما بغاوت کردند. در باب 9 هم این مطلب اومده. در صفحه 344 هم اخواننا بغوا علینا. و همچنین تشکر میکنم از دوستان عزیز در مستدرک الوسائل. دوستان عزیز نشون بدن این مستدرک الوسائل نوری تبرسی. در اینجا اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم. ببین اینجا خیلی جالب میگه ان اسئل عن قتل الجمل امشرکونهم. از علی پرسیدن که ای علی، در روایت 12445 در مستدرک الوسائل کتاب جهاد صفحه 68 از علی پرسیدن انه سئل عن قتل الجمل، از کشته های جنگ جمل، امشرکونهم، آنها مشرکین بودن؟ قال لا بل من شرک فروا، بلکه آنها از شرک فرار کردند. قیل فمنافقون، آیا منافقین بودن؟ قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین الله رو ذکر نمی کنن مگر اندک. قیل فما هم، گفتن کی است آنها، کیستن آنها؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردند، ما بر آنها پیروز شدیم. این فرموده، حالا مدارک زیاد است چون وقت برنامه به پایان رسیده، من نمیتونم همه اینها رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم. فرموده سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دقیقاً همان حقیقتی است که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره حجرات برای ما بیان میکنه که اگر 2 گروه از مؤمنین با هم دیگه جنگیدن، وظیفه مسلمان ها در بین این 2 گروه چه خواهد بود؟ آیا ما بیایم یکی از این گروه ها رو بگیم که کافرن؟ ببینید و این طائفتان، دوستان نگاه بکنن، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر 2 گروه از مؤمنین با هم دیگه جنگیدن، فاصلحوا بینهما، بین آنها صلح برقرار بکنید. چنانچه حضرت علی و معاویه و حضرت علی و ام المؤمنین عایشه به صلح تن دادن. فإن بغت احداهما، اگر یکی بر علیه دیگری بغاوت کرد، فقاتلوا التي تبغي، پس بجنگید با کسی که بغاوت میکنه، حتی تفیء الی امر الله، تا اینکه به امر الله سبحانه و تعالی چی شود؟ قانع شود. فإن فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل، اگر که صلح کردید بین آنها به عدل صلح بکنید. و اقسطوا، و به اصطلاح مساوات را برقرار بکنید. ان الله یحب المقسطین، خداوند عادلان و کسانی که مساوات برقرار میکنن رو دوست داره. بعد ادامه در این چی میگه؟ انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن. در اون بالا گفته بود که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، در اینجا میگه که انما المؤمنون اخوه.
آقا خمینی بخواد یا نخواد، شیعه بخواد یا نخواد، مراجع شیعه بخواد یا نخواد، دو گروه مسلمان با هم جنگیدن. میگن این آیه قبل از صفین و جمل نازل شده، این آیه برای طول تاریخ نازل شده، این آیه برای قبل از اسلام، بعد از اسلام، برای تا روز قیامت، برای هر گروه مؤمنی که با هم دیگه بجنگن برای اونها است. اگه قرار باشه که قرآن فقط برای زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده، پس نمازم نخوانید، روزم نگیرید، حجم نرید، چون که در قرآن اومده این مسائل. قبل از شما نازل شده این قرآن میخواد واقعیت‌های جامعه اسلامی رو برای ما بیان بکنه. سوره حجرات میخواد یک جامعه اسلامی رو به ما نشون بده که غیبت نکنید، بهتان نزنید، با هم دیگه جنگ نکنید، و اگر که جنگ کردید این وظیفه شما هست که این گونه باید با هم دیگه برخورد بکنید. در ادامه چی میگه؟ انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن. فاصلحوا بین اخویکم، بین برادرانتون صلح و صفا برقرار بکنید. واتقوا الله، از الله بترسید. لعلکم ترحمون، تا که شما مورد رحم و مغفرت از الله سبحانه و تعالی قرار بگیرید. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر. بعد از این چی میاد؟ بعد از این آیاتی میاد که مودت و محبت بین مسلمان ها رو استحکام میبخشه. همدیگه رو مسخره نکنید، به همدیگه توهین نکنید، به همدیگه گمان بد نداشته باشید، که هیچ کدام از اینها رو شیعه بهش عمل نمیکنه. گمان بد دارن، بدگویی صحابه و اهل بیت پیامبر میکنن، در پی نفاق و تفرقه در بین مسلمان ها هستن. اگر نمی بودن خمینی چرا در کتاب الطهاره چه ربطی داره به ام المؤمنین عایشه و به طلحه و زبیر و به اینا که میاد خمینی در این کتابش توهین میکنه؟ چه ربطی داره؟ در کتاب الطهاره میاد میگه که عایشه و طلحه و زبیر از سگها و خوکها هم نجستر هستن و این آخوند کشت خودشو نتونست ازش دفاع بکنه. بعد میاد دروغ میگه که نواسب کسانی هستن که با اهل بیت دشمنی دارن. این رو هم دروغ میگه. من الان اینجا نشون میدم یک سند دیگری رو که در مورد نواسب، که نواسب کیا هستند در دین تشیع. نواسب هر کسی که سنی باشه و هر کسی که مخالف شیعه باشه ناسبی. دوستان نشون بدن این رو. المحاسن النفسانیه فی اجوبه المسائل الخرسانیه از آل عصفور. ببینید در اینجا خیلی جالبه، میگه که یکی از علامات نواسب این است که کسی که متعه رو قبول نداشته باشه ناسبی است. یعنی هر کس صیغه نکرد ناسبی است، برای اینکه شیعه باشه. میگه که لأن المعلوم من المذهب اهل النسب، از مذهب اهل النسب نواسب معلوم است که آنها صیغه نمی کنند تحریم المتعه. ببینید کسی که متعه نمی کنه ناسبی است. تشکر میکنم از عزیزانمون. روایت بعدی دوستان عزیز در صفحه 147 همین کتاب. ولا کلام، هیچ حرفی نیست، فی ان المراد بالناسب فیه هم اهل تسنن، کسانی که اهل تسنن هستن اونها ناسبی هستن. الذين قالوا ان الاذان رآه ابی ابن کعب فی النوم، کسایی که ادعا میکنن که اذان رو ابی ابن کعب در خواب دیده. ببینید 147 بل اخبارهم علیهم السلام، روایت هایی که از ائمه اومده، تنادی فریاد میزنه به ان الناسب، ناسبی هو ما یقال له عندهم سنیا، کسی که سنی باشه بهش ناسبی گفته میشه. و این آقای محترم جناب آخوند اومده میگه که نه اهل سنت ناسبی نیستن، ناسبی دشمن اهل بیت. کی رو میخواید مسخره بکنید در این زمان؟ همه کتاباتون در همه جا پخش شده، پر. اینجا من تقریبا 200-300 سند از کتابای خودتون دارم که به اهل سنت میگین ناسبی. به امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه میگید ناسبی. میگه که آقا این اخباریه. و در رسائل شیعه آوردن براش که میگه که نواسب یعنی کسی که غیر علی رو بر علی تقدیم بدارن. خب دوستان عزیز، من تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه بودیم و عذر میخوام عزیزانی که پشت خط بودن و نتونستم من صدای گرم این عزیزان رو بشنوم. کلیپ هایی که خدمتتون پخش کردیم شاید بعضی از این کلیپ ها خیلی تند بوده و این موقف این رو اقتضا میکرده که ما با برخورد رژیم منحوس خمینی با ما و با شبکه ما اینطوری برخورد بکنیم. و اگر میخواهید بازم تجربه بکنید با ما آماده ایم و هیچ خط قرمزی هم نداریم. نه خمینی، نه خامنه‌ای، نه حکومتتون، نه مراجعتون، نه کتابهاتون، نه استوانه های مذهبتون، هیچ کدومشون برای ما خط قرمز نیستن.
و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و درود و سلام بر تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.